اگر بانکان یکی دیوانی هم شهری درود دیوان نندوکان وش سلامتت متانن بانانی منشوره دی ما هستید اگر بوانی بودن مشکلی نه تا زمانی که مردم سر جمع هدر منشور بوان. باش. یک سوالی من داریم. واجه یعقوب تو کمو حالا صبر بکنه شاید نه این سوال فقط در دو جلسه انت یک سوال کوتاه. یه جلسه را برام ششته یا یک دی گروهی؟ یه جلسه را بلوچستان عثمان گل هشته و مهمان برمش مهمان یه روم تو که متوجه بودی الان؟ متوجه سوال بودی الان؟ بله بله متوجه تو. سلامت. گرومون بندات کنم. بله. زنان بلوچ که همواره شانه به شانه مردان بلوچ در چالش‌های زندگی اجتماعی و زیستگاهیشان در مبارزه بودند، نقش قهرمانانه و تعیین کننده در شکل‌گیری جامعه و ساختار اجتماعی ملت تاریخی بلوچ ایفا نمودند. در طول 100 سال گذشته که سرزمین تاریخی بلوچستان به دلیل هجوم استعمارگران جهانی و منطقه‌ای دچار دگرگونی‌های اجتماعی و تقسیمات جغرافیایی سیاسی گشته‌اند، رشد و توسعه اجتماعی آن نیز آسیب دیده است و در این میان زنان بلوچ با بیشترین رنج‌های اجتماعی روبرو گشتند. زنان بلوچستان در کنار ستم‌های متعدد ناشی از حاکمیت استبدادی و ارتجاعی استعمارگران حاکم بر جامعه بلوچستان به دلیل تسلط فرهنگ مردسالار بر جامعه بلوچستان با آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی روبرو بوده و در جایگاه شهروندان درجه سوم قرار گرفتند. ما زنان بلوچستان راهی طولانی برای دسترسی به حقوق برابر با مردان بلوچستان در پیش داریم. در این موضوع هم شکی نداریم که زنان با مبارزه و توانمند کردن خویش و همراهی مردان آگاه بلوچستان می‌توانند به برابر حقوقی جنسیتی دست یابند. انسجام و سازماندهی در یک تشکل مؤثر برای برابر حقوقی جنسیتی بر اساس بنیاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد از ضروریات جامعه امروز بلوچستان است. با درک چنین ضرورتی ما گروهی از زنان بلوچ اخیراً با هم ارتباط گرفته و به تبادل افکار و نظر پرداختیم که نتیجه آن تدوین اساسنامه و منشور سازمان تصویب آیین‌نامه‌های درونی و پیگیری فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده پیشروی ما میباشد. اسم سازمان بلوچستان جنینان برمش، صدای زنان بلوچستان انتخاب شد. ایشی متنیت که چه منشورنامه که بانتون الان دیگه نزدیک یک سال بیت که این منشورنامه نوشتم. اگه جزئی هستین توشان نه. مهربانی بانو کمیده. البته هنچه شما گشت یه اعلام موجودیت در ماه 1400 برابر با 13 ژانویه 2022 در یک بوده، ولی پیش یه اعلام موجودیت حدود فکر کنم یک 10 ماه یه حدود هم برمش گروپ گپ و تران بحث و گفتگو کردن، بعد به این نتیجه رسیدن که یه سازمان رو تشکیل بدن و نامی برمش بلند. بعد یه اعلام موجودیت داده به اضافه یک منشوری هم هسته. ببخشید ما اگر شما منشور اهداف اما جه فقط اهداف بوانه نکته آنها چه اهداف شما دنبال کنه که من حالا هم سک شده باش گود منشورم با نمون کل منشور نه فقط اهداف جهل بود اما چند اهداف نکته که فقط بانم. اوکی.
ما در سازمان صدای زنان بلوچستان برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفع هر گونه تبعیض مبتنی بر مرسالاری اصول مشترک و پایه زیر را به عنوان برنامه کاری خود جهت همکاری پیشبرد فعالیت‌ها بر بنیاد حقوق بشر سازمان ملل ترسیم می‌نماییم. افزایش سطح آگاهی زنان بلوچستان به حقوق انسانی و مدنی آنها با هدف دستیابی به برابری جنسیتی از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی، حفظ، گسترش و تقویت فرهنگ برابری‌خواهی در میان مردم بلوچستان بر پایه منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و تساوی حقوق زن و مرد. مخالفت و تلاش برای از میان برداشتن قوانین و سنت‌های مرسالار و زنستیز و تقویت سنت‌های مترقی در جامعه بلوچستان. ترویج ارزش‌های مربوط به برابری جنسیتی و آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر. تشویق و ترغیب زنان بلوچ جهت مشارکت فعالتر در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جامعه. فراهم نمودن امکانات آموزشی با ایجاد گروه‌های مطالعاتی و آموزشی. کمک به ایجاد مؤسسه‌ها و نهادهایی که بتوانند زمینه و امکان همیاری و همکاری در میان زنان را با هدف استقلال مالی فراهم نمایند. ایشان چند تا از هدفانتن که موانتن حالا امیدوارم که همشان منظورت همشان ببیتم. دقیقا چون منشور هر کس منشور وانی یا تکستانی تانند لینک بجرند تو یا وبسایت برامش برایند او دا توانند هم مقالات بانند هم منشور و هم اعلام موجودیت بانند. پدا برامش هم اینستاگرامی هستیم، تو سوشیال میدیا هم فیسبوکی هسته، هم وبسایتی هسته. من فکر کنم ما شاید بونگیج کنیم دیوانا مهمانان ایشه بگی مهمانان بانوک حمیدین، بانوک هانیین، بانوک مهرنوشن و بانوک زیورن که 2 نفر دنگ نیافتگن شا مهمانان روم احتوالا رنترایاند ولی بانوک حمیده توانه بتی گپانه شروع کرد. البته پیش اینکه گپ بکنیم توانه یکم گوت معرفی هم بکنیم هم ساکشار نظر من دیوان نندو که مردمان. من نام حمیده این تو سوید نندوکان و کارم معلمه و چوکان کار کنم. بعد نزدیک 1 سال و خورده بود که میشد که ما چند تا جنینتین و که هم دا استکهلم نندو کتی اول پد دیگران گم بودین توشم نشتین و خبرین کرد که چون بکنین که یک گل یک سازمان یک کمیته وش بکنین که جنینانم از حقوق و یکم گشتر آگاهیش بود و همیشه که وطنم یاد بگیرین ایشین ها که ما ایدان کاردان ببین همیشه که ما وطن هم دا گلاشین در برین از حقوق جنینان و همیشه که دوتین آگاه سازی هم بکنیم. اولی که چه ما همشیت فکر ما همشیت که همدیگه همکاری بکنین، هم پیشی که رسانه‌یان جور بکنین و از طریق همه رسانه‌یان بالاخره توار برسینین. همیشه که سازمان برامش هم جاگاه بود که جنینان بلوچ از بلوچستان هم بتوانند گم ببین تا هم بالاخره ایشی مثل پلتفرم بود، یک جاگاهی بود که توار آیانم ایدان گم بود. دیگه اهداف ما همشیت که یعنی که بونگی جین کرد سازمان برامشه. من اتوار اگه بانوکانی پیدی خبر بکند. تشکر حمیده جان. من دروت درهبات گوشم پدا دیوان نوکی نندوکا باز وشن که مروچی روم توکا گما گوینت. من چو حمیده جان گشتر کارو معلمی بود تا
آخری سالا شروع کتا په آموزش پدا درس وانک په معلمی و هنو یا پاوسی گفتگون ما هنچو که حمیده جانا گوشت مالویتت یا پلتفرمی شهر بکنین که بتونه دسترسی هم ببی که وقتی گوهرانی توارا برز بکنه مخصوصا گوهرانی که ملک توی کایم اگر موفق ببین کارهایی که بالاخره هنو ما وطن یاد گرگین که چونکا تونه یک سازمانی شهر بکنه تشکلاتی ببیتیم پیشی که بتونه فعالیتی بکنیم به خاطر حق و حقوق جنینان مخصوصا جنینان بلوچ منی بتی هدف گشتر اشیین که من بتونم گشترین ارتباطی گوهرانی که واقعا توانمندند و تونند که همکاری بکنند ما بتونین آیا همکاری بکنن و بزانن که می طرفا چه کمکی ما تونیم پایان بکنیم پچه که من فکر کنم بی همکاری ها ما هرچی چو تونین جهد بکنه آیا نیتوار ببین بله به آ شکلی که باید ببیتیم فکر کنم که بلکه متونه آیا نیتوار برسینه فعالیت های گوناگونی تا هنو بوده برامشی بانوکا من نظر سک زحمتش کشته بازی تظاهراتی گون بودگن کوششش کتا توار مردم بلوچ ببن ارتباطاتی هستن کشورهایی که توی کش زندگی کنه لحاظ سازمان های مختلف یا ادارای مختلفی که مردم تونته مثلا کاری بکنته من فکر کنم حمیده جان پدا گشتر زانتن در این مورد من فعلا به همشی بسنده کنون و اگر جستی چیزی هستن حتما جواب دهین رنده هم من فکر کنم یک چند موضوعی هستن که کمو که ما در موردش فکر کته بلکه بلوته این موضوع آن سرا کمو که گشتر بحث بکنه و هم دارین شما سوالان تا جایی که بتونین جواب دهین من نتوارم شما درستم مهربانی چه مقدمه که شما مطرح کرد در رابطه با برمش شما فعالیت اگر بودی فعالیت ها کمی تا یک مدت کوتاهی که برمش شهر بوده و تی فعالیتان یا مقدار گشته توضیح بده تا یه مدتی که بلوچستان جنینان تظاهرات بوده و شعارش نوشته و ایدان شما چه کارهایی انجام داده اگر یک کمی چه و تی فعالیتان اشاره بکنه و رنتر من رو تا دیگر جزئیاتانی که مسائلانی هستن ولی که فعالیتانی که ما شروع کرد همشید که همچی که رسانه باش بکنین فیسبوک و اینستاگرام توییتر و تلگرام همشی که وبسایت بود بعدیشی که مقاله بنویسین در مورد چیان مختلف بالاخره حق و حقوق جنینان در مورد مشکلاتی که آنگاه هستند موضوعاتی که بودن اتفاق کپین سعی کرده که مقاله بنویسین ویشان بعد دیگه ایشی که یک کمو که تماس بود و جنینان بودن کسانی که بودن فعالین یک کمی که مشکلات هستین که دیگه بخاطر امنیتی طور که باید مردم تماس بگیره تو آیان بتوانند گم ببینید متاسفانه تو وش پیش نرفته ولی خب تا جایی که آیان تو مارش کمک کرده و بالاخره اطلاعاتی که باید دست رسته و دیگه بعدشی که جنبش زن زندگی آزادی که شروع بود و ما سعی کرده که همیشه تظاهرات هم ببینیم سخنرانی بکنه اتفاقانی که هر جمعیان کپتند ایشان ما بازپخشش بکنیم بالاخره در مورد توار جنینان بلوچ ببین کارانی که سبکا فعالیتانی که آیان کنه تو تا مدتش کرده و بالاخره این که جارتش کرده که هر جمعیان در بیاین تو گم ببین بعد دیگه چانی هم که بوده همشی که پلاکارد مش کرده
قوت مرتبط شاعرانی که مخصوصا جنینا و دا استفادهش کرده ایشان هم مثلا جز شاعران وقت بکنین و پلاکاردن وقت گونیم و بوتو ایشان دیگه فعالیتانی که همشی دیگه همه سخنرانیان بودن تو تظاهراتان بودن تو همشی که ما هم گم بودن و این سبکم تی مدت و ایشا سعی کرده که بعد یکیشی که وقتی جلسه هانی که بوده که وقتی امنستی و ایشان حقوق بشر و ایشان ما چند شرکت کرده و ایشان که موقعی که کنفرانسی چیز بوده ما گم بودیم باید کردن همکاریان کرده باید کردن که بالاخره بتوانین گشتر از تجربیات آین هم استفاده بکنه چیزانی هستین که بالاخره من یادم یه تی مدت کرده اگه هانی جان چیزی گشتر پیت اضافه بکن. شما توار نه هانی هنو هستم این توار؟ او ها تشکر. مزانو که هر جمعه رندا پدامش مگارگون بود تگن لحتینا مصاحبه اش داتا مثلا اینترنشنال توکا یا همه کانال خبری که بالاخره هستند و با چه اشیا منی خیالا پدا ماشما گلایشن که کورشای ببیتن در مورد اشی که وطاره توانمندی بکنین تا اشی که حقوق بشر چیه حق و حقوق جنین چو که کلن شهروند و اشا منگوشون دیگه چیزی منی خیالا نیته هنو. مهربانی مثلا شما گورستان ها هم تماس بوده گورستان های مختلف تلویزیون های مختلف هم در رابطه با جنینان یا فعالیتانش بودن که خبرو بوده بعد تا یک جلسه ته پارلمان اروپا هم برامش بحث زورتگد اگر بانو کمیده تو چیزی زانه در رابطه پارلمان اروپا که برامش بحث زورتگد توضیح کوتاهی هم بدی ساک شهر میذارم بله ما بعد زورتت و بعدی که ودانتین توی چند مختلف ملیتان مختلف نمایندهش هست بعد بانو که منیره بالاخره باز این سالی یعنی در مورد همه سبک موقعی که ودانتین او جوسی گفتین تویشان بعد دیگه در مورد همشی که چونکا حق و حقوق مردم بلوچ پایمال بنت همیشه و چه کاران مثلا توانیم بکنین و ایشان موقعی که خبر همشیت نه که چونکا مثلا آینده بلوچستان چونکا بود و چه کاران مردم چه فعالیتان مردم تاند بکن تو چه موقعیتان مثلا همه چیان هستن که بعد که اطلاف هم بودن قبلشی که اطلاف هم ببین تویشان دیگه خبر ایشی هم هست و که پدا اتفاق کردی اختلافان بعد دیگه بانو که دیگه بانوکان هم هست در مورد همه چه هست حقوق مثلا دانشجویان و که سبکه هیچ دانش آموزان مثلا در ایران که هیچ چیز نیست حقوقش نیست و چون که مثلا توانین تا آیا حق حقوق وقت بگیرین توشان نه سوالات بازتن یعنی خبران هم سک بازتن تا موقع اوشا من چیان بهتون گون نه هنگ سب چیزانی که نوشتن متاسفانه الان انت دستون نه هنگ توشان نه ولی تا جایی که یادم بیاد همشانه تنگ سب که محبرین کرد هم مهربانی بانو که زیبا بختیاری و شهر دیوان البته ما دیوان بونگیج کتم و مایکا در اختیار شما هیلن شما اول یک کمی وقت معرفی بکنیم بعد وقتی خبران بونگیج بکنیم
خانم زیبا شما را آمادگی هستین شروع کنه به خبر کنه یا نه؟ یا خب احتمالا یا توار نشونه یا اینکه آماده نه. پدا البته پیش این که بحکین سخنرانان خبر بکنند در رابطه با کارانی که برامش دادن کتگت فعالیتانی که هستند گپتران بگه یا من جز کنگم که آدگر مهمانان یا ممکن دیگه موضوعات جز بگرند یا بحثان به شکل دیگه ببرند. ولی شما چون موفق بودید، حالا یا حمیدت آن جواب ده یا هانی، شما چون موفق بودید که برمشا دیما ببره یا اینکه جنینان را جذب بکنه و تی سازمان تو که بیان کار فعالیت بکنن در رابطه با جنینان، در رابطه با اهدافی که برمشا هستین چینچو بسیار تیه کار بخصوص دنچه بلوچستان تو اروپا یه مختلف ملکانی که هستن جنینا چینچو استقبال کتا برمشا. استقبال اولا که ما شروع کرد ما وقتی باز نهت نزدیک 3-4 نفر گشته نهتیم که وقتی که برمشیم بانگیج کرد بعد دیگه آم موقع فقط چی ما همشیت که یک کمی اطلاع رسانی بکنین و آگاهی رسانی بکنین و مطالب بنویسین و ایشان نه. بله پدا که جنبش شروع بود کاران ما باز دیماتر رفتن، یعنی ما وطنم فعالتر بودن و سعی کو که همش با هم دیگه همکاریم بود و بعد مسئولیتان تقسیم بکنیم. بانوکان کم باز فعالتر بودن تا مدت. بعد دیگه و تمام فعالیتان اینگه کرد یک کمو که علاقمندی ته وقت مثلا جنینان در از ملک هم گشتر بود و تعداد ما اول که 3-4 نفرتیم به الان 15 نفر رستنم همچی وقت هم یک به نظرم وشین چیزه. بعد یعنی هست بازین از بانوکان هستن که آینده ما و گویند که احتیاجند، یعنی ایشی لازمند که همچین سازمانی بود مخصوصا پوات جنینان در مورد جنینان در مورد مشکلاتی که ته بلوچستان هستن تو جنینان گونش درگیرن ایشان باز مهمه که ایشی گشتر سازماندهی، یعنی درسته که یعنی بازین کسانی هستن که وقتش فردی و شخصی مثلا پیتش که کار بکنیم پا جنینان دلش سوچید، ولی ایشی که سازماندهی بود مردم بشتر توان دیما بروت پمشی که مسئولیتان تقسیم بین تو بعد دیگه هم گشتر مردم توان دیما بروت. بعد به نظرمون موفقیتی وش بوده اگه هنچم ادامه پیدا بکنم فکرم تعداد ما گشترشی بود. اگر اجازه بدید من یک چیز دیگه تحتال کبتو حمیده جان مشماره کلاب هاوس هم باز روم نبوده ولی اندازه 1-2 تا روم مشماره بوده فکر کنم ای روچی که ادام فعالیت شروع بود. من یاد این که در مورد روز زن مشماره برنامه هستت ادا که من فکر کنم باز وشد و ودام مشما برامش بانوکان بازین گوینه تانتو پدامشم ملکی مردم یعنی بلوچ باز هسته تانتو بهرش سو برنامه تو کا. یک چیزی که به نظر من مهمه این که شاید میجود ببیت اشیین که ماوت به عنوان جنینان بلوچ بتونه هم وتی ما حالا هم دنیا پیش بدارین که جنین بلوچ همیشه
احتیاجی به نمایندگی نیستیم، بلکه اینکه آوت به عنوان یک انسانی، به عنوان یک شخصی تونت و تا نمایندگی بکنته و پدام اگه قرار این که نماینده ببیتیم اشی که ما روی حق و حقوق هستن که تا یک دنیای دموکرات و آزادی هر کسا وقت حق انتخاب ببی که که به عنوان نماینده وقت قبول بکنته، نه اشی که به خاطر سنت و فرهنگ و عرف و دروی حبران هر کس و تا سرمستر بزانتن که تونه ما را نمایندگی بکنم. من فکر کنم که بری لحظی رومان که ما بانوکان بحر زورتگ بازی راندی همی خبر بود تگند که جنین بلوچ کین و چه رولی هستنی، چه جایگاهی هستنی ای ماحول تو که همشی ملوتت بگشم بس من نتوارم شما. مهربانی حمیده طولوتی اضافه بکنین ها چیزی؟ یک چیز پایز اضافه کنم باز باشد هانی جان که ایشی نام گفت کلاب هاوس واقعا باشین جایگاهی هست و که بالاخره بتانین توار وقت برسین همیشه که دیگران هم بیاین تو نظرات وقت بدین بالاخره از ملک هم شرکت بکنین تو آین هم بحر بزوره. بعد یک چیز دیگه هم هست ایشی که رسانه‌های ایرانی و پارسیش هم نشان هم باز علاقمندیش پیش داشته تا این مدت که همیشه تماسش گرفته بالاخره پیسر همچین چیش نبوده سازمانی که مثلا که جنینان بتوانند تماس بگیرند تو در مورد مسائل مختلف از جز بگیرند یا مصاحبه بگیرین توشم. بعد دیگه از آن موقع که برم زودتر بالاخره تماسم باز بوده انت از طرف رسانه‌های مختلف مثل ایران اینترنشنال و زمانو رادیو زمانو ایدمادم که تماسش گرفته گم و بعد دیگه ازمایش لوٹته که تی بحثم گم ببین و شرکت بکنه. منتور مهربانی منی حالا بانوک زیور شد جهلا دیگه کسی دستی برز نه اگر دیگه مدراتوران سوالی جستی هستن یا که تو دیوانه چه کنید آمده واجه آرش منتوار باز و نتوار چه درست سنگتن دیوان بارزی رونکان من فقط البته واجه رسول هم در نشته حضوری اتکا پیسر دستی برز کو اتک بلوتی سوال مطرح بکنته اگر گپی چیزی هستنی رنده رو یک دو جست بیتا کامنتان تو که آیا ما جست کنه چه بامکان واجه رسول فرمایده. سلام دیوان بزرگ و عزیزان من انو راه را بگم من رستون لوگا پدا اور میکی جان ابرکان شاتری من نتوار تھی سعید جان و درستی واجه و بانو کی عزیزی که دیوان نشته من از رستون لوگا ان کات کروں پدا میکروفون جنا گنا دوستان کروں نوتی باشتریا ابراز کنم من نتوار تھی سعید اوکی جان اوکی خیره یک دو جست بیتا دا یک جستش اینه که آیا ای شما گل بس پر رو کپتی بلوچستان انت یا درانی بلوچستان یعنی ای شما گروهی که هستن فقط با مغربی بلوچستان کار کنته یا نه پا درست بلوچستان چه بانو که اینجا سویت اگر بتونه جواب بده انت من نتوار بعد که ما اولی که برک بحثین کرد که نام گل وقت چه بناده یا کمیته وقت همشید که ما گو یک نام انتخاب بکنین که هم مشرقی و هم مغربی بلوچه یعنی یک نام بود که هر دو اینا آشنا بود و بعد دیگه همشید که ما برمشه انتخاب کو یعنی در پچه اگه بلوتین که دیگه جنینان هم جست هم گفته اتفاقا کسانی که بالاخره همزن مجاش یارین مشرقی جنینانی هستین که فعال کار جنینانشان ما جز گفتن بله تنی وقت چی نبود تصب که آپیم که آیان گم ببین تو بلوتند که گم هم کاری بکنه نزانه همشیت اگه جواب وقتش گفته باشن نه یا چیز گشتری لوته بزن
یعنی شما فعالیت درست بلوچستان بله انگار مشرقی بلوچستان کسی شما رو گو چه نکوته کانک نویته. درسته. انتش. اوکی امیده که مثلا جواب گفته. دیگه یک جستی هم بیتگه که انگلیسی نوشته گله من نظرم انگلیسی بوانانی یا نه چی بکنم ما ولی انگلیسی وانانی. Is there any connection between Eastern Balochistan's branch? As what I know, branch first started its activities in Eastern Balochistan. ظاهرا برامش اولش که مشرقی بلوچستان فعال بیتا شما را ارتباطی هستی گویا یا نه چطور کاری؟ نه و تایان مورد تماس نیست نه. یعنی چو باز نزانه در مورد فعالیتان آیا چی هست تو یعنی اطلاعاتی هست کاران آیا چونکا این تویشان بتونه همکاریم بزرگ باشه. یک توضیح کوتاه من بودم. برامش وقت جنینی نامی، یعنی هم برامشه که یک تواری که باز برزنه این جهله شندی برامش پدا برامش فکر کنم همه هردین چوک کرد که ماتی کشک بوده تو بعد جند برامش بچه های دگد تو بعد بلوچستان شرقی مطرح بوده که مسئله برامش بوده. آرش اوکی البته ای جست یک سنگتی یا کتگا نامی لیکوید اینا کامنتان تو که اگر تونید بیایت برزا و ایش در مورد گپ بکن تگیشتر که مهمانم اتفاق لوٹن ارتباط بکنن تے اگر امکانی هستی مثلا بیایت دا ذات و دا کسی انگور آنگور که کانکشن ایجاد بیت منتوار دیگه جست ظاهرا نیست جالا. حالا دیگه سنگت اگر گپی هستی یا کسی یا جالا چه گپتونی دسته برز بکن به برز تی جست مطرح بکن منتوار. البته دو مهمان دیگه ما شما را هستد، من ندارم تر روم هستن هورند یا نه. پشمش نگندگون اگر ادانند دست برز بکنند تو بیان تو بتی گپ ترانن بکنند. اعضای برامش هم که طی گروپ هورند تو انند هم بیان برزا در رابطه با برامش هم توضیح بدهند تو اگر کسی ادان هستی طی دیوانه. فعلا کسی من نگنده دست برز بکنده. هانی تو چالش های مسائل بلوچستان جنینان چونکا گندگی، یعنی در رابطه با توجه به شرایطی که درون بلوچستان هستیم، مسئله جنینان چینچو دیما شده و دیما رایگی. تشکر کنون چه شما بچارت مشکلی که مشما بلوچستان توکا کلان هسته مشما زانه که یک سلطه دیکتاتوری و استبدادیه که مشمه ملک توکا حکومت کنگه و پی خاطر سیستماتیک وار تو بگوشین که ما بلوچش پشت داشته و په هیچ آداب این رسیدگی هر لحاظی هر رفاهی که مردم بگوشید یک جامعه که احتیاج هسته مشماچه ای رفاه ها محروم بودتگه و اشی باعث بوده که جنین بلوچ منیوتی نظر اگه منو جست بکنید هر بکه ما شما گوشین که یک جنین بلوچی بلکه شهروند نزانو سوم یا چهارم حساب ببی من وقتی ذهنا همیشه فکر کنم که جنین بلوچ اگر من به یک جنین بلوچی فکر بکنم که هیچ نوع مدارکی نیستنی یا جنینی این که لحاظ هر امکاناتی که یک جامعه باید پا یک شهروندی ببی محرومند مثلا چه بهداشت گبته چه آموزش گبته چه هر
حقوق شهروندی یا که یک انسان یا تا یک کشوری جایی که آیا باید تابعیتی ببی پای تعلق گی پا جنین بلوچ هیچ چیزی تعلق نگی و موقعی که من آیه ماحول چارم آیه سیچویشن چارم من فکر کنم که این جنین بلوچ زیر سلطه یک سیستم مرد سالار و پدر سالاره هسته پدا اولی لایه‌ای که ما تونیم بگوشیم که پا آیه تبعیض بیته آیه ایران توی که آیه جنین بیگه اولی باره و رنچ جنین بیگی پدا بلوچ بیگی رنچ بلوچ بیگی پدا سونی بیگی رنچ سونی بیگی پدا بالاخره تمام ای مسائلی که گون عرف و سنت و مذهب و درو ای چیزان که آیی سرا فشار یارنته البته درو بلوچستانی مردم مش ما نتونیم بگوشیم که حتما همین مشکلاتش هسته ولی کلا به عنوان یک جنینی ته بلوچستان من فکر کنم اگر ترا موقعیت آموزشی نبوده که آیوتی هم همه سیستم آموزشی هم چین چوک مردم تو انت نقد بکنته مخصوصا اگر بگوشن آموزشی که ته مرکز پا مرکزیان تعلق کی تا آموزشی که در بلوچستان پا بلوچان هستن پدایی هم مردم تو نقد بکنته من فکر کنم که اگر جنینی که بگوشیم مثلا سیستم آموزشی پش کبته و به هر دلایلی نتونتگی سوادی ببیته تونیم بگوشیم که آیا همه حق و حقوقی هم که واقعا محدودند به عنوان یک انسانی هم ته سیستم جمهوری اسلامی که ته ایران هسته همه حقوق هم آیا تعلق نگیرم به همین خاطر من فکر کنم که چالش په جنین بلوچ سک بازند آیا بازین چیزی هستن که باید کوشش بکنتین که بر علیه ای تبعیضات مبارزه بکنتین و پدام مسائل عرفی هستن سنتی هستن مذهب هستن یعنی چالش من وقت چوک گندم بازند اگه بلوتون خبر بکنم من گوشم که باز وقت بارته من هنو گپ یکمو که پچ کته و خوشحال بون که اگه شما دیوان نندوکان پدالویتت موضوع گشتر پچ بکنید منتوارم شما واجه محمد اجازه ده یا ترگاپی هستی بدین میک رسول زارن رستلوگا جی ها تو دی رسوله بالقاب فرم واجه رسول میک شما سلام منتوار پدا سلام درستین دیوان نندوکا باز یکیشی که باز من وشم که من بلوچ راج جنینا نوکین دور توکا یک کاری بونگش کتا که شی توصیب کرزید که مردم هرچی توصیب بکن کمه این سازمان جورکرک و آرکرک یک اصلی ترین کاری که من بلوچ راج جنینا در نی ملکی ها چو امکانات هستن گروبند کمتری یک کارش کتا شی مردم ها وشحال کند گفته که دارن گفال نیک محبت شخصا گرگونی من چون که بانو که من کلمه ببخشید من گوشم برات یا گوهر استعمال نکنم گوشم که بانوک یا بی همیدا کم که گپ جت اشاره کل بازی این کاری ده استکهلم تو کا بوده کم گیش و در مجموع باز شهر بوده و دوستای حرکت بوده گوی زمستان سارتیا این بلوچ راج جریانا برنامه‌ریزی کده ایشون قابل توصیف هم گفته که بلوچی لفظ ندارم چه باشم یک و باز شهرت کمو که شما پیستر برنامه هفته ای بیته که برنامه اعلام کده که من نلوتو کمو که گفته سویدیان کریتیسیرا یا نقد یاد بکنم ولی کمو که چوشک شما چیزی که جنبندی بگذارن جو چوش معلومه که شما متا آمادگیری کم کوتا چون واجب احمد جست کن شما جواب دی بهتر چک شما انچو پیسر تو بانو که میدا چیزی وانت تو 4-5 دقیقه یا صورت نوشته بوانتین یا بانوانی یا ادگ گواری نوکی ها خبر کنن باقی آمادگی گشته اصلا شرط دارد که گشته جست کنه بود تو این شرط دارد باش دارد امیدوارم که اول گراند و باز کم که باقی مشکل بیته که من بلوچ راج جریان
به طور ادای دیوان تو خبری کنن پچه بازی مردم دیوان نشته که مختلف فکر و خیالش هست بلکه اصلا راضی نبن که پرچم جنینان توار دیگه جا روانته بلکه ای بزننته دیگه آواز زنم وتی بل من سک خوشحالم بعد این بانو که حمیده اشاره کو که ما در چارچوب حقوق ملل هم سازمان بین الملل حقوق هم همچون فهمید که ما منشور حقوق در چارچوب منشور جهانی حقوق بشر ها همیشه نامیدی ها همیشه ما جودا می قانون سره دیما بریم برای کم که باز باش بو که میچوک یا بانوکانی یا کم که روشن کو ظلم زور باره بلوچستان جریان باره که چه ظلم زوری هسته چون سره بیته یکم که مردم اگه مثلا انچو که بانوکانی یا بر کو گشته بر بیته مردم تو گشته بود خیالان درشان بکن که بلوچ دنین این سازمان اوتی تو شهر بکنن و گشتری باز باشون که ایشی جریان وقت چون که من فهمید جریان وقت شو کتا وقت مارتا این کار کتا این سکه شهرین جودی و گفته سیاسی نامو فمینیستی سازمان بلوچی ادبیات جریانانی سک شهر و شیک رابطه کردن گوادی سازمانان تنظیمان جریانی گام کردا مقصد گم نزدیک ترن یا ممکن بلکه غیر کردی هم بی بلکه لاتی باش می بلکه پارسی سازمانان چی هستن که فمینیست هم هستن شما که فمینیستی بلکه گویان رابطه بگیره که تعصب نیستن مذهب چیزا مذهب منظورم شما پاک دورا این چیزا بر اساس مذهب چیزا رابطه نگیری کمک بگیری یک شر کاری و باروگانی گپان این شرین گپتن آخری در رابطه با ظلم و ستم یه چیزا سک شر بله من یک چیز شاید شما توری جواب بده توری جواب مده شما در این ملک نشتگی همچین تنظیمی سازمان و همچون عرض بکنه که همچون که بانو کمیده اگواش که ما در مردم یارن کوشش کنن که اصلی شما شمشان شما امید گشته همه برا گواری ببن که مود ملکان نشتگن همه آیان وطن بتونن طوری سازماندهی بکنن که بتونن مشمه گوهار و کسانی چوکی که هستا آیانی زینا پاش بکنن که سرچطوری ظلم بی ستم بیته استثمار با بزرگ با بیچاره بنته حالا هنو مشمه حکومت جریان مردم سر ظلم میکنن ولی انچو که معلوم بی جریان سر گشتری ظلم هست جنسیتی و مرد سالاری تمامی تاریخ مدنی باز محبر نکنم بله یک چیزی من جستی کنم که شما لوتی که تو اشاره کو ما لوتی که ما جنینانی مردانی حق حقوق برابر ببینید و شرین چیزی شرری موضوعی که واقعا باید یک چیز ببینید که جنین مردان حق برابر بی یعنی جنینانی که سر ظلم بی ستم بیشی منی هم واقعی و جنین هم واقع باید ببینید پس اون سر گشت ظلم بی گشت با جود بکنن گشت با سازماندهی بکنن یک بله ما شما تا زمانی که وقتی که انسان کار کنه زانت که آیا سر ظلم بیته یا نبیته ستم مذهبی دیگه چیزی ستم جنسیتی دیگه چیزی ولی مسترین ظلم منی خیالش این وقتی که انسان کار کنه وقتی وہ کار تو آی مزدی پکاری یا چیزی که شری سر دیگ بیته یعنی وہ استثمار بی برکشی بیته آیا شما جریان این فکر هست که بدون شک استثمار بهش به حق برابر کو مردان برسید آیا شما چمشان ایشیه که استثمار و برکشی جریان سر ما بیته بلکه مردان سر ما بیته بلکه سرزمین بلوچستان مردمان تو ما بیته آیا شما لوتی این چیزان تبلیغ ترویج بکنه که ما جنین نلوتیم که تحت استثمار برکشی ظلم ستم ببین تا زمانی که ما تحت استثمار بین من بانو همین امید آیا بود که ما جنین گو مردین حق برابر بیته با ظلم ستم برکشی حالا این برکشی انو که ما شما حکومت جمهوری اسلامی که بانوان یه اشاره کو من بازبر نکنم رندا گیشتر همین باره اگر چیه بکنن که شما حرکتان گیشتر هم تو در راه گیشتر تا جایی که من دیدم عملی کردن دوست حرکت گوم بوده ولاتی جاگان شما گواده گروپا و تنظیمان گوم بوده که با وقت یه چیز راضی نو من کار جریانی باید مستقل بی وقت فراخوان بده وقت حرکت بکنه هر مردمی که یهتی و بیایید شما اجازه ده که شما پشتیبانی بکنید مکان مثلا کسی که طرفدار سرمایه‌داری بزرگه مثلا بلوچستان مانی موقع بلوچستان مانی تو بلوچستان جریان مانی ته که ما بریم گویا امرا بین ور به باقی ما کمک کرد نکنه البته من نذاره شما نوکی سازمان یا تو شما فکرام بکنید که و باز باشه من کامو خبر کنم بعد من جوست میشین که شما لوتی شما حق و حقوق برسی ظلم ستم چیه در بیای آیا اگر شما استثمار بی شما را برکشی بکنن کارو بکنن مزد و برابری یک مبیت به جنین آیا شما به آزادی و برابری رسی یا نه و در رابطه با حکومت من خیال تو که شما ناخودآگاه یا آگاه شما تنظیم یا سیاسی تنظیمی شما حرکتان یک تا این مدت عملی کوتا گشته بر علیه حکومت جمهوری اسلامی بود تا و هرچند
نقایسی بودش ولی امیدوارم که همین گامگیج دیگه ما بروته باعث خوشحالی محبر نکنم با برات اول که رنده آدم گوار که یا محبر کنم مچای برچی بشم منتوارتی سعید جان و واجه محمد دوستیم برات عزیزا منتوار وجه رسول جست کت وجه رسول امیده که یک گشتر کسانی با چیزی به کمیده شموش نامیگه. به وقت سعید جان کسانی چیزی به شموش در مورد برامش محمد گوشت ها برامش اما بانو ملک ناز که کوچک بو 1.5 اسکوئر گوشن که پاکستان هم آنجا تو کشت یا جنوب کنم برام شد وشی باره باز نمیسته بودم منتوار اوکی وجه رسول امیده که نظرانتی گفت تمام بیت یا نه با کمیده یا آنی کسی تونی وجه رسول جست جواب بدن ته و بفرمایید. واجد رسول باز این گپی هستد ولی همشی که اگه من باش متوجه بودن سوال آیشید که جنینان یعنی یعنی چونکه که استثمار ببین تویشان نه از طرف دولت جمهوری اسلامی استثمارین یا در از ملک منظور آی چین اجازه بگوشم سعید جان توضیح بدم بفرمایید بس بگوشم رسول اینطور خود من منظور چیه استثمار یا بهره‌کشی انسان کارکن وقتی که انسان تحت استثمار بی و داری هیچ حقی مبی حالا جنین چه مردی پاکنه که جنینان گیشتر معمولا تحت ظلم و ستم و بهره‌کشی وقتی کار کنند آیا وقتی که انسان تحت استثمار بهره‌کشی وقتی کار کن مزد و حقوق اجتماعی آجریان ما بیتنه آیا جون تو بگوشید که من حق حقوق مردی را برابره یا نه مردی نه استثمار با ولی جنینان گیشتر من جز شما بچه ما لوته حالا متوجه بودم ها پس ایشی کاملا درسته چون جنینان ما شما گشته ته زمینه یعنی هنری سک دیماین تو بعد همیشه که و سوچندوزی و کارانی که واقعا یعنی هم سک شوکن بله همیشه که بینایی و نزانین تمام سلامتی باید ته همه کار توانین ته دست بدین بله متاسفانه مثلا این کاری که جنینان کنه هیچ وقت با دستموزی که باید به دستش برسید با آین نرسید معمولا همایانی که از دیگه شهران یا انتیا بالاخره اگه در از ملک کاران مثلا زورین تو بریم باهای کنه پولا تجیب آیان روین خوبی 100% ایشی و استثمار جنینان بلوچ هستین بله تا وقتش آیان هیچ سازماندهی مبود مثلا وقتش متوجه مبین که چون بالاخره آینم پیک یک جور نام بود انت حالا اگه حقوق کمی هم که رستش و تمام کسان که دستموزی هم که رسته تا این زندگی و گوازنیم ولی 100% اگه سازماندهی بوده مثلا آنگو بلوچستان هیچ هم دیگه سب مثل چی کارگری یا دیگه سب کن اگه جنینان بچه یک کمیته ببودن یک ببودن که یعنی توانتی نیاین از حق و حقوقش آگاهی بدن تو ایشان 100% حق و حقوق وقتش روتس و یعنی جورت شکو که حق و حقوق وقت بلوتن بعدیش هم سک مهمه که مثلا جنینان ما آگاه ببینید که این گلاشن تزش برکشی کنه گلاشن استثمار کنه موقعی که آیان بالاخره تمام سلامتی بهتش ناتا شب و روز کار کنیم بله دستموز کمی به دست رسه تویشان نه بعد همشو که چیزان سک مهمه که گوشک ببینید بالاخره هم از نظریشی که مردم تان مقاله بنویسه در موردی خبر بکن تانه مثلا همچین موقعی که مثلا تی کلاب هاست یا بالاخره تی اینستاگرام موقعی که چی هسته این موضوع نشان ما حتما پیکیشان در موردش گشتر خبر بکنن و گشتر ایش پچ بکنن که بالاخره جنینان بچم 100% آیم بچش مثلا جنینان بچم بلکه آگاهی هست بله لازمه که در موردی خبر بود باز منتوار امیده جان بانو کانی شما را هم در این مورد کامنت گپ چیزه یا میکا بدین بعدی سنگتی که در نشته ها اگه اجازه ببیتین که جستانی که واجه رسول کتن بازی وشین جستتا هنچی که بانو که حمیده کاملا توضیح داد به نظر من سک وشی گشت که بالاخره
وقتی که مردم طی سیستمی هستن که یک شغل یا لحاظ چطور بگوشن دولتی هیچ نوع پشتیبانی نیسته، مثلا ای جنینانی که گدوچی کنن بازینش خب اه، استخدام نه جاهی بلکه تونیم بگوشن که خصوصی هن. و وقتی که به این امر خصوصی بیتن خب آیانا امکانات مثلا بیمه به یک اه، وتی مزدانی است متاسفانه و رندا خب بستگی هستن اگه ماشما بگوشین که لحظی دسته دیگه چه بانوکان اگر در دفاتر دولتی کار کنگند یا جاهای دیگه خب پایان بلکه این بیمه شامل ببیته. ولی من فکر کنم که اگر همه تشکلاتی بتونن بانوکان و جور بکنن و دنبال حق و حقوق وط ببنده بلکه بتونن دست یعنی به دست بیارنشی که شاید مثلا بتونه لحاظ همه کاری که وقت شخصی هم انجام ده اگر مثلا یک شرکت خصوصی چیزی که هم دیگه کمک ببن. حالا من نزانم دقیقا پروسه چطورین و دا ملک توکا ولی اشان چیزایی هن که خب اگه آگوهارانی که سوادش گیشترین یا در این عرصه کار کنند یا اشی که اگر اه، اه، تشکلاتی هستن کارهای معدنی انجام بدهند تا اینکه بتونم گوییم مسائلان کار بکنند همشی. تشکر. منتظر بامکانی. البته آنچه که ما شما وقتم زانید تا زمانی که جمهوری اسلامی هستیم و کارهای مدنی پا جنین مخصوصا باز سخت ترین که تشکل مدنی جور بکنند و در این مورد کار بکنند. الا وجب بلوچ پاره ای هم در نشته بله همین در رابطه با شما گپ بانوکانی آیا شما وقت سعی کتا مثلا ارتباط بگیرید تنگو تو که مردم گو ایران و جنین بلوچ که جمهوری اسلامی آیا نیلی در واقع ظاهرا کاری بکنه شما وقت امکان بیته به شما را که ارتباطی بیته و این گور که آگاهی رسانی بکنه در این مورد در رابطه با حقوقی که هستند یا شتونشان پو فعالیت بکنه. متاسفانه من و تا شخصا این موقعیت نبودتنن که بتونن چه ملکا گوهرانی که وده هستن تماسی ببیته. من زانون که یکی چه می جهدا همشین که مردم بتونن گوهرانی که ملکاین تماسی بگیتن ولی هنچو که شما گوشید کمو که مشکلی این کاری متاسفانه یک کار توی که من وقت باز موفق نبوده گنبان همیده بلکه کمو که گشتر تجربه هستن یا اگر نزانو تو انتگی ارتباطی برقرار بکنده. یک چند تا ارتباط این بوده و بانوکان که بودن فعال تو مثلا در زمینه آموزشی و ایشی که چونکا مثلا کتابخوانی بالاخره چوکان چونکا سواد چوکان آموزش چوکان مثلا چونکا چه بکنه گشتر توسعه بده این تو ایشام یعنی جنین باز هست که توانمند انت بلوچستان و جورت هم کنین بله همیشه که دولتی بالاخره هر جور منطقه پیشان یک مانع بشکن بعد طور ما هم همیشه که اگه ما مثلا هرچی تماسان وقت گشتر گوایم کنیم بلکه آیم گشتر به مشکل بربارین تو همیشه که یکم که یک احتیاط این کرته جنه بله بوده ماره تماس بوده گو بانوکانی که فعال تانگو. درسته اوی مسئله چون بحث امنیتی است و پو سخته مسئله. حالا امیدوارم که ارتباطات کم گشتر بیان جمهوری اسلامی هم جلدیتر بروته که بتوناتی سازماندهی مدنی و فعالیت اجتماعی و دولتی حقوق جنین هم بلوچستان تو که شهر پیش ببرم. واجه بلوچ پاره بفرمایید شما نوبت شما دیگه. درود دیوان اولا که مرادبات گوشم بانوکانا گو بهرحال یک جون زیش باد کته
و نلوٹا هم دل پروشه بکنه من زان اگه من نقدی چیزی بکنم بلکه چوکم دل پدرد با پمیشکم هم بس همین مرادبات گوشان و موتی جوس جهلا نوشتن که بچه بلوچستان یک پراو شاهگانی سردگاری یعنی بلوچستان بس همین بحری نه که مثل رو دراتکی رو کاپتی هم هستی سرونی بلوچستان هم هستی و در بلوچ شنگ شانگ در این دنیا یا و بلوچا هم ما شما پاک زانی که یک زبانیش از همین دابا که پچی که بلوچ جنین مسئله یکی هر جاگه بیبی هر جاگه بیبی و منی گمانه ضروره که ایشان یک زبان مشترکی بیبی مثلا ای که شما وقتی رهبرنامه یا همین منشور فارسی نوشته می بلوچ سنگت هم مثلا رودرات کی بلوچستان ایشان هیچ سرپد نبین یعنی بزن ایشان هر چی هم بچاره نزنه یه دا چی نوشته من گمان یک جهدی هم پوتی زبان شما بکنید هم نه شما تیوک ایده من گیدم بازی نیچه همی احزاب مردمان نشتگن منی توصیه ایشین که شما وطی زبان کار مرد بکنی پوتی رهبرنامه یا همین منشوران نویسه یا ای که شما زبان ارتباطی گو مردم باید این که همیه ببی پچی که شما دلجم ببی که بلوچی که عمان نشته یا بلوچی که امارات متحده عربی نشته یا بلوچی که عربستان سعودی نشته یا بلوچی که در اروپا نشته یا بلوچی که در پاکستان نشته ای پارسی سرپد و نبی ها اگر شما وقتا محدود کنی به همین بلوچستانی که شما وقت به آی تعلق داری و دیگه گپی آیا گپی دیگری ولی همین دیگه احزابی هم که هستن که همین داب کنن من به عنوان یک زبانی جهدکاری گوشم که شما درست تلاش بکنید که وتی زبان مشترک همین وتی زبان بلید نه که بیگانه آنی زبان همانی زبان که شما گوشید که همه میسرا زوراکی کنه گایم باش سلامت به هر حال شما رو مرادبات کشم باز جوانی بعد دیگه این هم بگوشم که بیمه گپ بود بانکو جزکو که پچی من وقت ملکا هم دیگه ادا بیمه سوزندوزی هست و جنینانی که کارش سوزندوزی بیمه سوزندوزی وقت هست شهری هم بیمه 20 سال هم بازنشست بیان و ایشان یک چی رسی پگاری و بازی وحدی هم من گمان 10 15 سال 20 ساله که این بیمه هست و بازی نه چه همی جنینا هم بیمه ای هم هست ای تیما بزن لحتی جود بوده و لحتی کار به اصطلاح مردم چیزی که آیان دست کرده ایداب نه که پاکا بیکار نشتگن ده یک بری دنچه ملک یک کاری ببینه تو که هم کار آیان مردم وقت سلامت بد پهل کنی و شما را سک مراد بات بوشم باز جوانی گام گیجی باز من نتوار راجع بلوچفاری بانوکانی شما یک جت بفرمایید. ها من دروت گوشم وجه پهره یا سکلون که می دیوانا گونه می مزنی استاد وجه این نقدی که شما را هستد واقعا سر چمانی جا هسته هنچون که شما گوشید اگر ما متونه وتی زبانا بداره گرا مشکل بیتنشی که ما بتونیم په دراهیم بلوچستان گون ببین و یه سکین شهری نکته یا و من وقت شخصا گوشون که هر نقدی که ببیته باعث پیشرفت و رشد ما بیته یعنی تا جایی که نقدی ما بیته که تخریبی ببی واقعا نقدا سکین شهرین جایی هسته و من فکر کنم که هنو بازین که نه ولی یک و دو سه آنلاین کورسی من زانو که مش می بلوچ و جهد کنگن استادان هستن تو
حمیده جان من فکر کنم اگر تو هم اطلاع هستین گیشتر مثلا من وقتم گون و یک کورشی هسته همین مروچی جمعه من باید گون بودینم ولی ادام برنامه هستن و نتون تو بله جهد کنگیم ما سعی کنگیم که حتما ویتی زبانه یاد بگیرن و بزانه و سکین شرین گپی امیدن که درو می هم ملکی هم زبانا یه جهده بکنن ته و سک وش بود که شما در مورد ای بیمه گوشت پمم و هم اطلاع بازی نیست اگه تونید گشترم اطلاع بدهید من خوشحال بوم باری ای بیمه پا درستان تعلقی یعنی مثلا اگه یک جنینی بگوشین که اه، وتی سرا امرار معاش کنگین یا ایشی که وقت به چطور بگوشین امکانات وتی گدویچی یا کنت آیا چطور دسترسی هستیم پی بیمه آیا چطور توند مثلا این بیمه یا بگی اگه کمو که در این مورد توضیح بده البته اگه پجم مشکلی نه من بازوش بوم علم هانی جان ای بازین سالیه ایشی گلایشن بیمه سوزندوزی همه در می ملکت ها ایشی یه دابن که اگر کسی که شغلی حرفه ایشی بی من گمان یک استشهاد لوتی تاییدی شورا روان بیمه او ده بیمه به اصطلاح ماهانه پرداخت کنه و بیمه به چو باز سخت هم نه البته هنی ممکنه سختش بوده همین نوکی یک و دو ساله پیش سک آسان بوده هنی ایشان وقت نکه به آخر نکته رستگن نیستش و کم بار مالی هسته ممکنه کم و سختیر ببی بله ایشی هست ای بیمه سوزندوزی هسته اگه کسی جهد بکن و کمی درو می ملک البته من دیگه جا نزانم می ملک درو بیمه مردم هم میبوتی بلوچن و 100% همکاری کنن حتی رئیسش هم یک جنینی رئیس بیمه ایرانشهر یک جنینی واش سلامت بگیشتر من گمان چیزی آنکارسته بله من وقتی مردمان سراغ هستن که بیمه همین بیمه سوزندوزی باز واشنگ گپ ماجا بلوچ البته یک سنگتی یا کامنتان تو که نوشته که مردم دیرش گفته که بیمه سوزندوزی هسته بیته بله دیره برای یعنی نیست الا من نزانه بله واجه بلوچ باره ملک تو که بلکه گیشتر در جریانه الا واجه نزانه هایی که نوشته بانوک زیبا هم وشت گوشن اتکا و اگر دیگه سنگتا فیران گپ پینه برو واجه اسلام نشته و نوبتینه واجه باز اسلام مهربانی بفرمایید و جنبرات و جهارش و دیوان مردمان نه چون که واجه پاره شما را چه دست بندی کو اولی راندنه واجه پاره ای نقدا کند و ای مشورتش مورده مشمه بهترین رجانکارن که یه سالی تو که 14 کتابا گشته گالتوک کتا و شما را درستا گو آشنایی شما را تلپونی شما را ها اگر لوٹتان کار ای زود و وش و سید زوشای آشمی رهبند نویسک ببی تو گالتوک ببی مشمه مردمی درو بلوچستان مردم اشانه که دنی ملکانه آیانه که کراچی آنه که دنی همسایگن کشورانه اگر وانتی بکنه شهر در بورتی بکنه
منی دستبندی همشن بدیتی واجه پارهی یا پشمای شهر گالتوک کن شما تعبیل لیدن و هر دابا بلوچی ها من بیسه که چوشین چیزان باید متن هنچو کامل و تمیز و سیز و هاشمی رهبندانی بیسک ببی که په هیچ کسا مشکل مبیوانگی و زبر و زیران لحظه توجه نکن فارسی و عربی و اردو درستان کاتی کن مشم زبان سک عربی منی فقط دستبندی همشه ماهات کن برزا ما امی مسئله تاکید کنم و واجه پارهی دستی یکش ما برسینش ما را 10 روچه تعبیلی ده و درو بلوچی یک کانادا اروپا یا عربی کشوران زندگی کنن شرطی وانت کنن باز مهربانی دیوانه ده ما بره باز منظور وجه اسلام بفرمایید وجه بانو کمیده شما مایک بچ کوته. نه باز وشین گپیشی که نوشتانکانی که بالاخره مردم نویسه توشانشان په بلوچی ببند که درستین بلوچان بتوانن بوانند بله سعی ما همشی هست و بله هنگت ما اول کاره نزدیک 2 ساله بود که کلاسان آنلاینی هستن که ما رهبند اوبسالا که بانو کرینا بانگیش کرده ما گونین وقتی کلاس هم بله خب این که دیگه یعنی دیمان ربطه این که نوشتن کنین و تا شر بتوانه بنویسین و وقتی اینجا بکن چون باز وحده گیرد بعد همشیا که یک همکاری لازمه که کسی مننده تو نوشتن کنه بچاره بعد دیگه نیست مردمان پهکن کارین تو وقت مشکلات وقت درگیرین تو همشی که باز وقت نیست که مثلا مننده تو ما نوشتن کنه و تدیم بدهین تو آیان جنگ بکنین تو ما پدا منادینش اگه واجه پهری اگه واحگی هست که کمک بکند که سک باشین تو بعد رهبند بانو کردین سبکم اوبساله رهبندم سک وش راستند سک وشند بله همشی که دیگه پیک مردم وشی در ببارد که بتواند کاران و په بلوچی بنویسه تو پک جان ما په بلوچی ببنتیشی باتی راه پرما پچکن که ما درستیم بلوچان تماسیم بود و هما پیم که واجه پهره گوشید که مشکل جنینان هر بلوچ هر جا یکیند شی درستند هم بعد همشیو که نکیشی که فقط مثلا ما به پارسی بنویسین و چی بکنن یعنی هر دوی نانو پیکی بود در از هر سه این زبان یک همیشه که انگلیسی هم بود و هم پارسی هم بلوچی بود و پارسی هم که بود که بالاخره همکاریانی هست دیگه مردم و دیگه بعد کردان و ایدمادیم و شو که زبان پارسی هم ببینید نه همشیت منی خبر اوکی وجه رسول من شما یکا گنده گم بلکه شما کامل که صبر بکنه چشم بانوک زیبا شما پیسرینگی رنده توار نیاد مشوار پدام واشد کشن شما تونه تی مقدمه چیز اگر گپ پیچ اول است مطرح بکنه تمر رنده دیماره با سلام درود خدمت شما واجه ها ببخش ما اول بیمارستان تن بعد مریضی هسته چه میگم توی کشی بده بوده که ما هستی دیوالان بچه سوربی بلی دیگه چه دکنی که نداشتیم ولی چی یعنی سیگنال نیست محل گلاشن و لوگا بوده که رسنا یک تو شده ایده دیگه من دوانم خدمت در خدمت شما هستم والا مشغول رانندگی من گوشی که زمان دوار که رسنا خدمت شما رو بشه دیگه بدونم بس اوکی معلم خیره میکروفون بنده مشغول رانندگی دیگه من رسیدم اوکی شاید متوجه ایتی وجه رسول اگر تو صبر کنه بلی وجه لطیف که نشتا آخری نفر فعلا دیگه سنگت هم کاین تی برزه ولیکن بله فعلا وجه لطیف رند برش شما صبر بود واجه صبر نوبت صبر باز کن من باز من نتوار وجه لطیف بفرمایید شما تی گپ بکنه ما درود بشون دیوان نندوکان امیدم که من صدا هسته و ما باز واشن که یه بانوکانی گنده نو واقعا یک برمش جنین دیوتا ما تونه وتی جست پرسان بکنه و واشن کاری کتگه البته ما مردینا هم من یاد این زمان ما هم بلوچستان هاتین در مورد مثلا حقوق برابری زن و مرد هم فعالیت کو
ولی هنی که جنینان گنده انگا دلگرمتر بین. من باز اصل موضوع من فقط باره یک بیتا در مورد چند همسری که بخصوص بلوچستان هم بازه. البته ایران ها هستن ولی به نوع مختلف، ولی بلوچستان ها چند همسری هنچو عرف بیتا که ما مردین تقریبا شیاوتی حق زانه که ماکشن ما را مثلا چونت جن بیبیتن و ما البته بلوچستان تو کاشی باره هم بحث کتا نی منی جوست چه یه برامشه بانوکانشه که شما یا چطور زانه آیا مردینانی ایشی که مردین حقی زانه که دولت آیان پشتن بلوچستان ها دیگه نقطه ضعف هستن. البته شی که ما فکر کتا شاید شما بانو که دیگه فکر بکنه مثلا بلوچستان ها فقر هستن، فقر فرهنگی و ما که با البته باز جنین نوشته ماراوت دوست بیتن که ما همسر چندم ببین شی البته درستی نلوتن که همسر چندم ببین و مشکل مزنی بلوچستان تو که هستین شی نقطه ضعف شما کجا زانید و چین چو شما شی باره فعالیت کتگ و فعالیت کنگاه و شما انتظار چما مردینا یه باره کنی و سلامت بید. ببخشید شما سوال از من سمیده جان یا که هنچه جن کلی جست گرفت. من سوال از برمش همی با مسئول هستم یا کلا جنینا البته من متاسفم یا چیزی من خوشحالم که ادا ما ای برامش دیوان گیندین بل من فقط یه متاسفم که برامش باره یا که جنین دیوان ساختمان زنانه ما فقط چند جنین گنده ها دیگه درو مردی نه اداعت بگن ادا من که گندگان برابری زن مرد هم داره هر کس تو اینی جواب. من گوشم حتما ما درست دانه این موضوع سر گپ هسته. من فکر کنم اگه شما لویتت زیبا جان یا حمیده جان شروع کنید مش ما درو تو نویتی نظریات بده این مورد باره. چند همسری که یعنی یک معضل اجتماعی یا چون ایشی که جنین فکر میکنن که چی خاص وقتی بود که سومیکن یا چهارمیکن جن کسی بود چون بالاخره ایشی یعنی فکر کنم بیشتر از مذهب بیاد خب 100% بات دولتی که ماشماره هست ایشی هم بیشتر ایشی چی کردنه خب ایشی یعنی یک مشکلی که بک در موردی خبر بود بعدم همان پیم که وقت گفت ایشی یک ریشه فقر رو موقعی که فقر باز بود ناآگاهی هم کم بود همیشه که خانواده راحتر چوکان وقت دهند وقت یک مثلا کن دوست جنین وقت که سنی کم و به یک مردینی که سنی سک بالا دند بعد چونکا مثلا مردینی که سنی چو بالا دو توانت نیازان یک دوست جنینی که سب کن سنی کم و آیه برابر دو کند اصلا وقت عقل جور در نیت نایشی بعد دیگه همشیو که ایشی سب کن مشکل توهینی هست و درست و بلوچستان و باید هم در موردی خبر بود بالاخره راه چاره‌یان خب تا جمهوری اسلامی هست و متاسفانه این فقر هر روز گشترم بود و فقرم که گشتر بود متاسفانه این مشکلات هم گشتر بینت نه همشو که پکی تلاش همشی بود که اول پکی ازی دولت رد ببین که بتونه مشکلات رو کمتر بکنیم بتونین به حق حقوق برابری در موردی خبر بکنیم بتونین کاران انجام بدین در این مورد حالا نکیشی که ما بمونیم در منتظر ببین آگاهی رسانی یک سک مهم مردم آگاهی رسانی بکن و بعد همشی که اگه خانواده‌یان بالاخره جنینان ایشان اگه چی بود دسترسیش بود با آموزش دسترسیش به کار بود تو ایشان هیچ وقت فکر میکنن تن بده این که دوت وقت یا
یا دو جنین هم وقتی هیچ وقت وقتی اجازه ندن که مثلا جنین سوم یا چهارم مردینی که سنی چند برابر وقتی و ببود. هیچی بالاخره یکی از چیانم نظراتمون رو حتما گوهاران هستین تو نوتین گشته در این مورد عبر کنه. من توانه کم چند جمله بگم. بفرمایید. به نظر من چندین دلیل هست ادن. یکی که شما گو مذهبه، یکم که فقر یک جامعه هسته، بعد یکم یک چیز هسته که تا جامعه ما شما ارتباط بین جنین زیگان و مردینا بسیار محدوده. یعنی تمام ازدواجان او ده ارنج مریج این چیشی به، یعنی وقتش از قبل خانواده هانی که مشخصه کنه، بعد ارتباط احساسی بین آزوجان از قبل نیست. یکی گنده خانواده خبره خواستگاری بالاخره نکاح و عقد و خیلی وقتا مثلا عروس و داماد همه شب ازدواج هم دیگه گیریم برای اولین بار. پس آن رابطه احساسیه که مثلا یک باند اصلی مثلا بود با یک زندگی موافقی بینایی نیست و ممکنه هیچ وقت پیش میاد که با هم دیگه علاقمند به یک فرهنگ بعد یک جامعه ما شما رکبته شد که ازدواج بعد از که عشق بعد از ازدواج میاد که همیشه جور نه ها. وقتی که کسی یک آدم کاملا غریبه تو بره گونی هم بستر به تیر یک سقف گون زندگی بکنه، خیلی وقتا عادتا برخوردن اخلاقش اصلا با همش تفاهم نیست. حتی موجود خانواده وقتی هستن تا ملک 2 تا دختر و 2 تا بچک بوده ایشی آتور زه دوست بوده آیا نکو دوست بوده، خانواده هم به اجبار ایدوینانش داده به هم دیگه. انا 7 سالا شغیر سلام خدافزی اصلا با هم خبر نکنه. یک چیز اصلا به قول انگلیسی بیاند ایمیجینیشن، اصلا امکان نیست همچی کسی بتونه 7 سال تا زندگی ببو فقط ازدواج کنم بخاطر شیک مثلا ما تیگو من نتوانم برم برا زخت ما برو دست دیگه بکپه. بعد سنت هم هسته، همه چیزا هم هسته. اصلا انتخابی که دو این طرف هم هست یعنی نقشش نی با صورت وادشه خانواده انتخاب کنه ایشی برو گوه ازدواج بکنه، حالا پیتی یا نه پیتی بالاخره چیز یک سخفه چوب کردن تو ماندگار به. ولی همیشه محبتی که باید بینش پیش بیاد وجود نیست. مثلا اگر فکر میکنی نظر احساسی وقتی کسی غالبا دوست بود هیچ وقت حاضر نبود یک دیگه کسی تقسیم بکن، مثلا برو یک دیگه کسی بیاره بوسط. اگر بر اساس واقع عشق و علاقه قلبی به ازدواجه هیچ وقت حاضر نبه یک دیگه بیارن تا زندگی. پس چی هست که احساسی که قرار بود بیانه تو زندگی بس خب رو یک دیگه یاره بر اساس سنتای فامیلی خانوادگی قبیله قومی طلاقم درست نزنه. خب باشه بازم اگه طرف دوم یک احساسی که لوته ما بود چیزی که کم بوده که فکری که باید تو زندگی ببو نبود بعد رو خب نفر سوم میاره. بعدش هم کسایی هستن که فقرم چون که استقلال مالی نیست جنینانه و وابستگیش هست در تنگنا هستیم مثلا تدوار ماتپید یا مثلا تدوار برات. اگر استقلال مالیش بوده هیچ وقت تن به یک ازدواجش نده که مثلا دوست تا جن دیگه هم ببین. پس یک اجبار و عدم وابستگی نه یعنی ببخشید عدم استقلال مالی هست. بعضیش هم میشه که اجبار از طرف خانواده، بعضیش هم که مذهب هم اجازه دادن تا 4 همسری. پس تمام چیزا دامن جنین با چیزی که چند همسری بوده. پس خواسته جنینا هم نه ها که مثلا بلوتنت با کمال میل با آغوش باز بریم که یک مردینی ببین که چند تا زن جنی هست. خیلی وقتا هست و مثلا یک جنینی هست و یا مردین هست و بعد مردی رو یک حالت مثلا بلوچی بلند نه چی بود اوتروسکاپ و چی گونه حالت خیانت یا بالاخره یک دیگه نفر آشنای به بعد نفر دوم پاید تو زندگی واضح بود بعد خب مجبور به مردین ازدواج کنم گونی. بس چیم یک از دلالی هست و پس همیشه یک کمبودی هست و تا یک زندگی که بارسه با آدم چیزی که نیستی برو سمت یک دیگه طرفی که ممکنه جذب کنه یا به دست بیاره. پس تمام چیزا هم مذهب و ریشه فرهنگی و قومی و تمام چیزا نه که یک مجموعه بند که این اتفاق پیش بکپه و
در زمانی ما توانیم گوشی مبارزه بکنیم که یه مقدار ارتباطات نه به صورتی که مثلا انگو ایران میگه هرزگی و دیگه که گو همدیگه آشنا ببین میارن همدیگه تا یک زندگی جا بیاره ملاکش جو تا زندگی چی لوٹه از زندگی بعدم جنینانم اگر اجازهش ببوتش کار بکنه درآمدش بو حقوق واتش ببو و مجبور مبین به خاطر که صرفا به خاطر که دوار ماتبت در بیایه مثلا شگامش مجره مردم که جنین چوکتنی و تا دوار منده هر کسی که بیه چند جنی هم بیه بده انتبرات اگر یه چیزم برطرف ببین خب به مراتب این مسئله هم کمتر بود پس آگاهی هست و بعدش هم اقتصاد خوب هست و فرهنگ سازی و یک جوره دید مردم پس کنه که هر چیزی که ده مذهب هم هست و 100% نبا هم پیم بو که 4 تا جن اجازه هست بگیره به نظر من ایشی توانه که دلایل ببین اه، نزان زیبا جان تو خلاص کو تگت گپ یا نم مایک بله پچ کو. بله نداره مرسی تشکر. بچاره تنجو که منی گوهاران ایدا اشاره کو به نظر من سکی مهمی نقطهش اشاره کو بله اولی چیزی که ما باید ایدا در نظر بگیریم قوانین ملکند وقتی که تیمه ملکا قوانینی هستند که واقعا بر علیه زنند و بر علیه حقوق برابر که اشی هم به نظر من حقوق برابرم گپی نه پچی که جنینانی حقوق اینچوک نقض بود تگ که ما باید در اصل یک کارای کامپنسیشن من نزانم په بلوچی یک روش هایی یا باید به کار ببرین که مثلا جنین امتیازات امتیاز مثبتی گشن بلکه امتیازات مثبتی ادام تازه باید در کار گرگ ببیتن تا که جنین بتونند بیایند و به حق برابر برسند اشیا ما نباید فراموش بکنه اگه من یک مثالی بجنم مثلا اگه ما رو یک توهین برزین دیواری هسته و ما رو 3 نفر هستین که لوتن پشت دیوار رو بگندن یکی بلکیم به خاطرشی که کدی بلنده آوت تو انت پشت دیوار بگندی یکی دیگه که کدی متوسطه بلکه یک 4 پایه لازمه آی وتی پادان چیرا بلی تو که آکپ دیوار بگندی و یکی کدی هنچو جهلین که اگه 4 پایه یا هم بله پایی کفایت نکنته آیا احتیاج به یک نردبانی هسته پس ما وقتی که لوتین در مورد برابری و حقوق برابر هم گپ بجنه باید این مسائل هم در نظر بگیرین که شخصی که لوتی برابر ببید چه امتیازاتی یا احتیاجه و وقتی که ما جامعه بلوچستان رو در نظر گیریم و جنینان بلوچا پدام ته همه خود بلوچستان هم مشما را بالاخره یک جامعه طبقاتی هستن مشما را یک دسته هستن که لحاظ رفاهی بلکه کموکی پیشتر ببن چه کسی که هیچ گوشه مثلا شناسنامه ای نیستن یا کسی که این چوک تی فقر این که بلکه وقتی چوکا به خاطر فقر نتوند مدرسه راه بداته یعنی بازی مسئله هستن ادا که این جریانات تا بالاخره کمک کنند که همه چند همسری تا حتی که در اصل ریشه ای قوانین غلطی هستند و به خاطرشی که پدات همه قوانین مذهب و اجازه دانتند که این مسائلان یعنی مجاز بکنتند یا جامعه پس ما ریشه از لحاظ قوانینی مشکل هستن که قوانینای هستن که نقض حقوق بشر هستن حالا چه جنین چه مردین په جنین یک دابی په مردین یک دابی دیگری و به خصوص پدا همه فقر هستن همه عقب نگه داشتن مردم که سیستماتیک بودتت درو این مسائلان بالاخره دخیلن تا این مسئله و هنچو که شما واجه لطیفا گوشت که ها لحظه جنین پدا وطش هم گوشند که وشش بی چند همسری یا ایشی که همسر چونتون ببن من فکر کنم هیچ انسان عاقلی
فکر کنم اگر واقعا بزانتین که حق و حقوقی چییم و چه آیا اجازه هسته، اجازه انتخابی هسته، اجازه تعیین تکلیف زندگی وتی هسته، لحاظ مالی استقلالی ببیته. من فکر نکنم که بلکه این بگوشید که یه چند همسری، به خصوص اگر یه چند همسری فقط یک طرفه ببی که اشیا بگوشی که شرین چیزی یا وحشی ببیته. ولی خب ما تونیم بگوشیم که اگر در این حالت کسایی هم ببین که وشش ببیتن گروه سوال ادا پیش یتن که خب ای شخصا واقعا معلوماتی که باید در یک ببی یا نرمایی که تی جامعه ما شما رو باید به عنوان نرم ببند، چه نرمایی هستن؟ آیا این یک نرمی تی جامعه که درستن اشیا پذیرن که یه چند همسری واقعا خوبین کاری خوبین چیزی؟ پس من فکر کنم که کم و کم بستگی هستن که ماشما وقت چطور وقتی ماحولا جور کته و چطور که ماشما تونتا آگاهی بدین در این مورد. که من فکر کنم اگر مشم جنین همه طوری که زیبا جان گوشت، حمیده جان گوشت، آگاهی در یک ببن، استقلالش ببیتن، لحاظ مالی رفاه مالیش ببیتن، لحاظ حقوقی پدر رفاه حقوقیش ببیتن. که من فکر کنم این مسئله ای که سک کم پیش بیایتن که ما بگوشه حتما جنینی در کپی که رضایت بداتن و چند همسری. ممنونم گپ بازم ولی من باز گپ کت هم ده بسنده کنم. باز minnettar Çedrus'un Vanuka که شهر توضیحش دادی. مثلا من پدام بعضی سنگت نوکیت که گم لوتا عرض بکنه که مرچی دیوان برمشه گو بانکانی که برمشه عضوان و شما مرچی دیوانی هستین و برمشه هم یک گروهی که جنینانی تواری لوتی جنینانی مشکلات مطرح بکنته و مسائلی که جامعه بلوچستان تو که هستشان لوتی مطرح بکنته و اگر تونید تا جایی که شان در رابطه با حل مسائل فعالیت کنگی. این سنگتانی که جالا نشتگن اگر جسته در رابطه با سازمان برامش مسائل جنین هستن تونه بیان ورزت جسته مطرح بکنند یا نویسند کامنتان تو کامل جسته کنی تونه دست برز بکنه بیان برزه. واجه رسول چند دفعه شما مایک جته البته اگر دیگه مدراتوران واجه محمد واجه بلوچ واجه سید گپی نیستنه برای واجه رسول تونیتی موضوع مطرح بکن. من مایک پشکو نو که مردمان واشات بشن دیوانه هنچوش که آرش گوشت مهمان شفی برامشند برامش هم بلوچستانی جنینانی توارن در صدای زنان بلوچستان دیمی هفته مهمان گروه حقوق بشر بلوچستانه بلوچستان هیومن رایت گروپ BHRG که او هم بخش مزنی انشاء گروپ هم جنین در واقع او هم کار کنن در رابطه با مسئله حقوق بشر بلوچستان که باز رن شما فیلم و ویدیو دیستن که کنفرانسان حقوق بشری بحث زورند تو در رابطه مسائل بلوچستان و تی گزارشان هم به جامعه حقوق بشری و سازمان ملل و جاهای دیگه دیانت معمولا که واسطه این جلسه هم فکر کنم سبا بلوچه که بود بحث زورتگت در رابطه مسئله بلوچستانی خبر کد که نماینده جمهوری اسلامی اعتراض کد و یعنی که خبرانی کات کد البته دیمی هفته مهمانند گروه بشر بلوچستان که در رابطه مسائل حقوق بشری گزارشانی که دهگند در رابطه کار گپ تران کنند. شیمانی تبلیغ در رابطه با جلسه هفته جمعه آینده. وجه رسول تو اگر گپی هست نموداواتی گپا بوش. منتوار ها من باز منتوارم شما دیوان برات و عزیزان من که تو که بس لحظه جست بو پا سازماندهی باره بانو که حمیده از شریست را جواب داتا
من تو فکر کنم که شما سگ هجاری و هجارتر به باتی هم آمینی بگو چی قربان و شما لحظه جست کنه شما را چیز انچوک شما تو جواب داد لحظه جست شما را کنه من خیال تو که شما مجبور اجبار نه که لحظه چیزان تو اشاره کو تو بانو حمیده امنیت چیزان شما سازماندهی مربوطه و شما ببخشید من دخالت نکنم من تجربه هم باشم کم ممکن تجربه من هست 4-5 سال من ملکا بودم 40 سال در نه هر روز ما برکردیم شما فارسی من گفتم من نفهمم ما نگوشی اینجا نشستی لنگش میکنی این منظور اینه که شما را کم مک بزنم شما نزنید شما شهر زانه و چین نقطه تو اشاره کو امنیتی چیزان سگ مهمه امید با انچو که هر جزئی کنن شما سازماندهی و ارتباطات چیزان این دیوان تو کا ضرورت نه بلکه من جز حق هست برای شما باید هوشیار ببینید که شب یه دیوان همچین دیوان اینترنتی و هردابی مردم هست و بلکه من جند هم بلکه همچین چرا بر راه مردمی بود زانه نه با مردم یک دوم یه چیز هم بگوشم که لحظه جست دابیت سکه سنگینی جست منه یه سازمان پیش و یک چیزی تا این آرش من طرف شد تو گروپی بنیال نمیل گروپ شرنه یه سازمانی فمینیستی حالا بل کسانی بل آزاد بوده ما شما باید برمان مردین هنگات بشه غیر مستقیم باشه یه گروپی ارد بوده گروپی نه یه سازمانی برای جهان سازمان نامی هم برامشی من فکر کنم من سازمانی سمجه نزدم شما باشه گروپی واتساپ هم باشه گروپی سازمانشی یه تشکلی سازمانه بگم دارم سازمان نمیده محمد بله سازمانه بله من فکر سازمانه کنم من چه فهمیدم سازمانی بود شما به عنوان مردم به عنوان انسان به عنوان کسانی که فکر کنید جریان سر ظلم بیش یا به عنوان سازمانی تبلیغ بکنید ترویج بکنید اگر یه چیزی نزوری گنده هر انسان یا حق هست جریان چه مردم پیشنهاد اگر سایت یا اگر جاگاه ایمیل آدرسی چیزی هستش من البته برامشون باز شارگم ولی من چون آدرس ارتباطی نزدم هست یا نیست من متوجه نبودم چی برامش همون بالا سایت جتا سایت تو آدرس ایمیل چیزی میزه مردم چیزا پاک بدید ایمیل هستم مسئولان هستم مشخص بودن او که شهر من متوجه نبودم پاک چیزا شهر هستم که همدامی سایت تو که بلیت چهارم توشان چیزا بعد یک چیزی که چند همسری باره جز کو اصلی اساس بنیاد بانوخانی گوشت گشتری چیز بند تاکید کنم بلکه من لاتیزا ما هم پشتا بلکه بده هم نویسم میشه بنویسه دستش درد نکن خداش عمر عزت بده ما هر چیز گوشم بگوشن دین و مذهب اصلی چیز که شام یه چند همسری بلوچستان هنوگی دور 40 سال تو کا گشتر بودتا مذهب یا دین گشتر آیه پشتیبان بوده پس آیه قانون نه و آیا حق که شریعت ها چه قانون پشتیبانی بکنند بانوکات اقتصاد و فرهنگ و چیز بیز درست بنیادش دین نه انگر اوپدا گوشی که مثلا مردم شدی که ما گنده که سیری مردمون چوکن روان مردمون جنین به هسته سیری مردمان روان دیگه مردی جنین بنت شما استثناءات برنامه یه چیزی که من جز هسته بعد یکی در مورد چند همسری خطرناکترین چیزی بلوچستان میشه چوک و گوهر هست چوک همسری ایشی گشتر رایج بوده و مردم هست مود زایدان تو کاران یک آمار پیسر که با رایج داده کرد کشین چوک ازدواج کنه ایران تو که بلوچستان تو که کسانی چوک 18 سالش نه میود سیاد وارسا گشتره کسانی چوک کنه مولا نکاش کنه این کودک همسری که خطرناکی و من فکر کنم شما باش شرطر زانی شما درد و مشکلان شما مردمان بازی که منظان آنی انتوی حمیده و دولتی من نظام برای توانمندی مردم شما را هستی شما تا شهر وقت فکر بکنی بنندی تا سازماندهی بکنی شما گشته دنایی بودی دنی چیزا گشتی بکنی داخل چیزا کودک همسری یه دیگر آدگران یا ترجمه واجه که اصلا ما واجه برای شما آزادی ترجمه بکنی شما مشکلی نبید هر کسی آزاد اپسالا روند والا ترجمه کردن بکنن تی سعد هاشمی هم بکنن انگلیس والا انگلیسی بکنن و دیگه هر دو اردو هر چی کمکش بکنی و من نه راه کمک ایمیلش هستش و ترجمه که این راه دو چهارن تصویب بکنن تو چنگ کنن تی چنگ مکنی اصول پرینسیپ کاریش یه دا بین که شما هر کاری کنی بدید میشون ایمیل و چهارن تو پټ پاکن پخش کردن تی و کودک همسری مشکلی به لازم نه شما انو مثلا این بار چه کودک همسری پرچی بیت جوابش بدن انتشار کسانی سازمانی انو نوک باهوندی شما بلی وقت فکر کردن تو شما شهرین فکری خیالی هستی ایمیلش هستی ما شما مدد تو کمک بکنید من البته باز راضی و عملیاتی کارش کتا و همچو آخری حرکتانی که بوده یک کشی که ما
هر سازمانی که ادبی مثلا سازمان و حزب هستن که روابط همه با هم باشه. ما پهگور به گوده بر شما کوشش بکنید و فمینیستی سازمانی بزنید و به عنوان بلوچستان جنینان شما را دنه تو کا قدرت مانو راسته می دنا و مستقل بی کوش ما بلوچستان جنینان مروچی اعتراض کنیم بر اعدام بالفرض یا هر چیزی که شما زانی من بازار نکردم بعد امیدوارم که شما کامیاب بیو ما با هم میشین و اما اندازه که تو نمیچ بار چیز بکنی که کاری باز این گپ بزنن که شاید همسری یا کودک همسری یا فلانشان چیزایی که با داخل کار بی تو مثلا سازمان وشی هستی ممکنن کارو تو کنه کنم زی دوشی بچه یک مردی میگه ما این چو کار کنیم این چو کار کنیم این چو کار کنیم ما شر خوشحال می منتوار شبه ترا سلامت دوترین برات داست چهره امیدوارم که واجه محمد واجه وارش بشید بیای برزا آبار بکنی جوس بکنی و راهنمود بدی و شما این چیزا امیدوارم که ضبط بند رنده گوشه بداری آنالیز بکنی چیزایی که به درد آورش به سازمان که استفاده بکنی که درد نمونه ریچی درنا منتوار شبه منتها واجه رسول البته واجه رسول شهر نکته اشاره کو من عذرخواهی کنم چه برامش بانو کنم سازمان برامش من دفعه گروه دارد برای اشتباهی دفعه چیز در گیته بعد مسئله کودک همسری هم واقعا مزنه موزله و کودک مادریت یعنی کسانی که تا 14-15 سال نمایت بیانته هم مزنه موزله البته جست نه یا من نزانه اگر توننت برامش بانو در این مورد گپ بکنه یا نه میکردین واجه امیر که دنشتر ببخش کامنت به و چیزی اصلی چیزی بود شماش متأسفم شماش بود بفرمایید اصلی جز بود بفرمایید. دوستا کنم شماش پسر یک کودک همسایه و دیگه چیزا شد یک چیزی در مورد کار خانگی لوگی کار شی ارزش چیه که برامشه جنین دارشه شی بارا فکرش چیه و چطور کار آگاهانه کنه کار خانگی ارزش کار خانگی فارسی لفظا این لوگی تو که کار چیه بچه انسان آزادی در رابطه باشی کار کن و شکارا باید ارزش بیبیتی این لوگان تو کار کرد همین اروپا تو کار هستی ولی مشه ملک بیشتر جریان لوگ تو کار کردشون ارزش و احترام چیه کار خانگی چیه مثلا مسئله تمام نویسنده باز نوشته جریان چه مردینا شما کتابم چی بکنی شی بار باز نوشته گفته منتواری کار خانگی شی بار توضیح بدیش به نظر خیال چی اوکی باز من نفر باز شهر نیلا برامشه بانو که دانشته تو ننت واجه رسول جست جواب بده و رو بده امتر واجه امیر البته این مسائل فقط مربوط این در واقع جنینانی مشکل شاید جنین تیو کام الکوت نکنه و نیاز اینه که ما مردین ما این هم کوپک ببین در هر کاری بفرمایید برامشه بانو کن و مشکل خدمتتون. ببخشید منظورش از کارخانگی چیه؟ من آخه ها منظور کار هست ماما توضیح بده تو توضیح ده ماما توضیح بشه انسان کار کنه تو روی کار کنه تا بعد کودک تو دیگه جای هر جا کار کنه تو مزد خب جنین لوگ تو کار کردن این کار ارزش چیه آیا بی بزدا کار بکنن شی بی ارزشی کاری پس اجتماع تو کار مشابه بلوچستان ها یا اصلا همین دم سرمایه‌داری پیشرفته سوئد تو کار جنین گرچه لوگان کار کردن در نان کار کردن و بلوچ جنین که لوگا کار کردن ایشان ارزش کاری چیه ایشان ارزش هست نیست پس تو چیه که شورای گراتا تو کاری که لوگ روبتا مهمانداری که این شی مفهوم با روشن بیتش به نظر چیه آخه فرهنگ جا نکرده بوده مثلا جنین فکر کنه حتما باید دمار بود چون که بیاره زالبولی جهت لوگه هنچو بشه که نانی پیدا کردن واره که پیدا کردن چوکی داره اگر کسی که با حق و حقوق مساوی جنین مردین فکر بکنه مثل در اروپا دقیقا کارا رو با هم انجام بده اگر که یک جنین حتی چوکی بیاره 6 ماه در نروژ ماتی مرخصی هست بدارتی 6 ماه پتیر مرخصی هست بدارتی پس پتی همه به اندازه همه جنین پوشکا چوکا وزکا شیریدند و ورگی اردکن تا جنین بی ازدوار دقیقا ما کارانی که جنینی که مردینشم که و کارانی که مردین که جنینشم که تا زمانی که این فرهنگ تو جامعه ما شما راه مکفه هیچ وقت به ارزشی که کاری که جنین ته دواره انجام دادن مردم نرسن بری فکر نکنن و بها هم نناده با کاری که انجام دادن و تنکرای همیشه آگاه سازی بود و بفهمینه مثل مردینه که وقت انرژی که جنینی ناده ته دوار ایشی مثل یک قسمت از زندگی آیا توانستی به همان نسبت مثل مردین برو تو جامعه کار بکن مثل جنینانی که ایده کار انجام ده
پس بنابراین اصلا کاری که جنین در ملک ماشما انجام دادن ارزشی نی با صورت به نظر من چون که کاران زالبوله هم شارین دیگه بعض وقت جنینان ماشما حتی که تدوار نشته و اندازه یک پیادروی هم دران نروند نیایند بخاطر که جامعه بسته پس جنین مجبور رو تدوار بمانه فقط کاران دوار انجام میده چوکی بداره و ایشی هم به سلامت روحی لطمجه هم به سلامت روانی آقا جنینانی مثل تهدوار هسته فقط روی یارم به چلیم کشیم به سلامتش ضربه جند پس بنابراین وقتی که جنینی آزاد بود نه که آزادی با نسبت که مثلا هر کار دلی لوته بکنم اصلا یک چیزی که من به این نتیجه رسیدم آدم باید خیلی با احتیاط کلمات استفاده بکنن چون که ممکنه سوء تعبیر ببین بخاطر همشه که ما ادبیات یک کلمه رو مستقیم به بلوچی ترجمه کنیم ممکنه ترجمهش به بلوچی اصلا یک دیگه معنی بده که به خیلی هم بر بود هدفش اینه که تمام مردینان بلوچستان از الا یک الکی رد بکنن که پهکن دیدش همشه نسبت به کار زحمت جنی جامعه ماشما انگور رشد هم کرده یک جامعه هموژنی نه که پهکن در یک ردیف به فاصله طبقاتی باز ها از نظر آگاهی از نظر فرهنگی از نظر سطح سواد و یا درکش یا هر چیزی که بگویی پس نتونه پهکن بگویی که پهکن در این مرحله پهکش که فکر کنه بلتوکترین قسمت جامعه و کاری که جنین تهدوار انجام دادن با اربوطی نه و در این زمینه هم با یک سری آگاه سازی یعنی بگو در کنار مسائل دیگه یک هسته منظور من اگه اجازه بدید من فقط یک چند کلمه در این مورد بگوشم بچارت مشمه جامعه وقتی که شغل نیسته نه فقط برای جنین بلکه مردین هم مثلا در بلوچستان مشما توسعه که باید ببیتن مشمه جامعه نیستن کارخانه نیستن یا که مثلا اگه بسیاری جنینان ما تا حتی سواد داره هم ولی درست دانش ما نتونیم بگوشیم که تی شغلن و وقتی که جنین تی شغلی مبیته و نرم جامعه هم همشین که لوگه کار و بار کلا درویشان جنین بهرند خب مسلما په ای کار هیچ ارزشی در یک نبی اشی بلکه آن نورما ماشمارچو پیش داشته که اشی چیزی که کلا هنچوشن جنین وظیفه همشین که لوگا چوکا نزانو دروی کاران به عهده آیی ببنده یکی من فکر کنون که مشکلی تند ببیتن که اگه مردین حداقل در روتن در کار کنتن و آیی و تی سهما چه همشیا گندی که خب حداقل من مزد آورم من رفتگون در کارون کتا یحتگون پس لوگه کار با وجودشی که هیچ مزدی هم نیستنی و هیچ بلکه آدابی که باید ارزش هم در یک ببیتن ارزش در یک نبیتن به عهده جنین کپی یک مسئله همشین و یک مسئله هم مشمه دیده مشمه نرم وقتی که مشما به همین نرم پایه هشته که لوگ کلن جنینگین خب مسلما نه ارزشی هستی یک کار و نه چیزی بلکه یک وظیفه بیتن که جنین در یک بیتن و جنین باید اشیا قبول بکنتن و وقتی که تا یک کشوری مشما جنین حق و حقوق و لحاظ قانونی هم حق و حقوقی در یک نبیته من فکر کنم که آجنین نتونتنم جزءشی کار دیگه بکنتن اگه وقتی هم استقلال مالی نیستن به خصوص کمی من فکر کنم مسائل تونه هنچو به ای دیدم گندک ببنده بعدم یک چیزی که هستم بر من چیه که ای افکار ای ذهنیتان استعمال گویندی تا ذهن چوک ایجاد کرده ما حقیقت بچاره در اکثر فیلم ها سریال ها ایرانی یا برنامه کودکی که شما بچاره مثلا یا ماتیو ته دوار مشغول آشپزی و یا گردگیری و یا پتیو ازدرا یه جوراب در کنتور نه ماتی همش گفت که بابا از بیرون میاد بابا گرسنه شه بابا استراحت کنه سرستار نکنی کار نکنی یعنی اصلا ملکه ذهن چوکه بود که برای جنین یا مات ته دوار باید بود تا آشپزخانه باید بود البته از یک جهتانی
خب مثلا جنین تو کانون خانواده گرم بداره برشی به دلیل نبود که مثلا جایی باید ته آشپزخانه بود و این ذهنیت ته چوکان ایجاد بود. ما خیلی کم بگردیم مثلا ته برنامه کودکمون گشتر تمرکز روی چوکان و به خاطرشی که به نظر من ما الان جامعه کسر شاید به سختی بتونیم تغییر بدیم، ولی اگه فرهنگ سازی کنی سر چوکان کسانی اینا از همه ذهنیتش عوض بگو سیستماتیک کم کم یاد بگیره نه مثلا جنین مردی اصلا هیچ فرقش نیگو هم دیگه همین که ما تا آشپزخانه کار که همین که پدرم تا آشپزخانه کار کن. پس ارتما چوکی به نظر من باید دید عوض کنه. حتی ای دیالوگی که در تلویزیونانش هست و دیالوگی که در سریالانش ده برنامه کودکش ده کتاباش ده همه چیزا هست و عوض کنه. چون فرهنگ سازی کار یک روز دو روز نه یک کار نهادینه بنیادی هست و که باید از همه گوندی آدم گونی توه ببور رشد بکن. ما مثل آدمان توهین الان خیلی به سختی توانی عوض کنیم چون که ما تمام شخصیت این وجود مثل یک ساختمانی که خشتی ایشی ماشماره فرهنگ جامعه اعتقادات ما تیم پتی هر چیزی یادی گفته این وجود ماش درست کرده. ما الان بتوانی عوضی بکنی امکان نیست ما ساختمانی بتوانی عوض کنی که آلریدی در حال حاضر ساخته بوده. ما چند تا از این آجرانی در کنی تمام ساختمان بلکه یک اساره ازا چیزانی که درست بوده این نسل ما مثلا شاید ممکنه به سختی عوض بود ولی ما باید تلاش ایشی بود که از انا فرهنگ چوک ته توه بود آیه باید عوض کنیم کتابان برای اساس بنویسیم مثلا گیشته سعی کنید چی فیلمای درست ببینیم فرهنگ سازی چون که بود که ذهنان چوکان از همه آدم آماده بکنه که نه یه جنین یه مردین یه حقوق مساویش هم ما فقط جای آشپزخانه ها بودن فقط جای درانه ها و از این طریق کم کم ما توانی فرهنگ سازی بکنیم به نظر من. باز من نفر البته تیمان باز نیست ما ادامه دیں دیگه سنگتم واجه امیر واجه علی واجه رضا دا برزا نشتگم واجه بندوی هم هسته ولی شو جاله و نظر اینترنت مشکلی هسته یعنی واجه امیر بفرمایید شما جسا و من تمام فکر بفرمایید. کنم بانو مهرنوش جز سخنرانان نه توانتی خبر بکنده اگر توانتی بانک گپ هم مرنوش بکنده هم سر چند شهر دفعه میشه او چند دفعه اینترنتی ظاهرا قطع بید درک بدات که بانک مرنوش شما بفرمایید شما را اگر گپی اول هستین الا جز شما متوجه نوید تا جز چیه تا اگر نیازی ما بدم مطرحی کنم بله اگر گپی هستین فرمایید اولا بانک مرنوش متوارش کنه ظاهرا متوارا نش کنه یا اینترنتی شهر نه ما فعلا ادامه دیم با جمعی را در ادامه اگه بانک مرنوش هم کنید که گپا مطرح بکنته و جمعی را فرمایید سلام و درود خدمت پاکین واجهان و بانوکان که برزا نندوکن تو جهل نندوکن. خدمت شما عرض کنین که یک سلام ویژه هم باید به کماش و اسپیریشن که در یه روما هستن داشته بین از جمله واجه ناصر خان بلیدهی عزیز. خدمت شما عرض کنین که من نوکیاتون گروه تا اتاق تا تایتل مندی تایتل جالبی بود. البته ما یک مدت هم تصمیم گرفتاتون که هیچ اتاق تا مرین ولی هنو یک سری صحبتان وشکتون لازم بود که بیاین برزا صحبتان بانوکانی گپانو گوش کشتون بانو زیبای گپان هم منحوش کد به هر حال ایشانی نظرات همیشان و مشکلاتی که در جامعه بلوچستان هستند و بیان کنند گرچه که در بعضی جا من مخالف ایشان صحبتانم ولی مفیدن یه گپ و هم باید ببین به نظر من اتفاقا خوبین مخالف و موافق باید نندنگ و تابر دوان تا یک راه و چاره در واقع برای مشکلی که چه بلوچن چه ملوچن موجود هستند.
گرچه که ما اعتقاد داریم که این مشکلان مختص بلوچستان و جامعه بلوچ نہیں و مختص پهکین استانهای و شهرهای ایران هست. یک کودک سری یا چندان سری مختص جامعه بلوچ نه. مشما من هیدا قول دیم بشما که مشما همه پهکین پیروکان مچن دو سه جان داشتگن. هیچ کسی پیروک تکم سر نبوده. به هر حال ایشان هم مشما باید در نظر گیرن که شرایط قدیم به چه صورت بوده و اسلام در چه شرایط های ازدواج را اجازه داده که به هر حال تا 4 همسر قانون ببید و مسئله شرعی هن. اگر به بحث دموکراسی اعتقاد دارن پس باید احترام بدن به تمام ادیان و مذاهب دینی از جمله اسلام. یه تایید پرونده بندیم بحث ایشی که بانوک زیبا بسیار نکته جالبی را اشاره کو که در تلویزیون آموزش های غلطی صورت گی که من در این گپا بسیار موافقم، بلکه لوچین اضافه کنیم به این موضوع که من 1 ماه 2 ماه فقط مشکلان بلوچستان کپتگم به می مسئله سرم مشکل بلوچستان توکا باز است، این چیزا نہیں و مشما باید ریشه‌ای سه کنه. این مشکلان ریشه‌ای هن، سطحی نباید سه کنن. گرچه که ما در فیلم های سریال ها حالا هر چیزی که در جمهوری اسلامی پخش بی ما گندن که بلوچان بزک نشانه دین، قاتل نشانه دین، نزن تروریست نشانه دین، آدم کش و آدم خار و قاچاقچی و هر چی که شما که فکر کنید ایشانه بکاره برن برای به نام بلوچ و از لباس و فرهنگ بلوچی برای شخصیت های منفی استفاده کنن. پچی این زمانه شما سکوت کرتید، این زمانه شما چیزی اون نشد. ایش با من جای سوالیم. بعد من یک دوست دارین در هیدا نلوچین باز گپا آور کنین، گرچه که من اعتقاد دارین شپی بعد به من گشتره وقت داود که من باز اتاقانیتان نو. به هر حال موضوعی هست که ما دوست دارن همه دا ایرانی همه دا تو بودم. بنده خدای در واقع ایرانی خانوم گیبتش ایرانم. ایران بنده خدا شوهری داشته، همسری داشته، مردی داشته، به هر دلیلی طلاق کرده تو. به هر حال ایشی گس کرد گوشی و یهد به حالا امریکا یا هر کشور اروپایی یا هر جای دیگه که من مثال جنید چون ایشی یادت ادا چه مواردم باز پیش آده من بازوش کتاب طرف پاتن چو رسته هدا و بنده خدا به خاطر عدم آگاهی و عدم آموزش بنده خدا خود بی خود بودم و این بابا تا استقلال مالی پیدا کرده مرده و یا ویلی کرده شده گو یک شخصی غیر مذهب و غیر دینی بود. به خاطر چی؟ به خاطر که وقتی زندگی تا آزادی نداشته. ادعای ایشی بوده که مثلا یه بابا نامحدوده که نانه بری سر کار. یه بنده خدا هم گشته اوکی تبرا سر کار اشکالی نه. به هر حال زندگیش به پایان رست، به بنبست رست. ایشی شد که یک دیگه بنده خدای یک دیگه غیر مسلمان گیس کو به خاطر بابا و تی شغلا ویلی کو انو ها گسه تانشتا. بعد خیلی پا من عجیبت جالبت گوشن تا ای عبر انداته ولی باز به خاطر هر شخصا شدن و تی ترک شغلم کرده به خاطر هر شخص. پس ایش بر نتیجه وگرن هر کسی مختاری و تی زندگی هن. ما نباید بیان جمع بندن. یک اشتباهی که یک نفر یکن اشتباه نباید پای مچ جامعه بینویسن امضا کنم. حالا در جامعه ما کودک همسری هست ولی ایشون نباید ربط دیم به کل جامعه. چند همسری هست من ایشون ربط من ندیم به کل جامعه. من از ای تایید کنم
و من جمیر وقتی گپان من بله هنو گپا علاسه من کنن یک ما سری کمی اصخایی عزیزان کنم یا اسلام دو ستیزیه دقیقه چه کنن وقت چشم برنامه است من نتوار. هر شب اسلام ستیزیه کنن شان که اجازه هست اسلام کوبن تخریب کنن واجه و تخریب کنن کوبن اما ما اجازه ندارن دفاع کنن بچه به ما انگا جنن که شما مذهبی تندروه نزن ال و بلید بعضی از افرادی که کمونیست هستن ما اعتقاد دارن که باید احترام بلن به همه عقایدم همارن که در قرآن کریم یاتا دین اجبار نه هر کس آزادن در و اختیار کردن دین هیچ کس با اجبار دین را چی و نکم برحال من اعتقاد دارم که کسایی که دم از دموکراسی جنان انشالله رعایت کنن این موضوعات بعد اه، کسایی هم که منی برات امیر اگر کسایی اجازه لحظه نه بدهش نمی اجازه نه نی وقت تلاس نبود من 2 دقیقه انگال است نبودم و کسایی هم جمیر شما که 2 دقیقه گشتر گپ کتا اصخایی کنه هنی من وقتم 1 دقیقه چه منتصف بله کلن یک شما 2 دقیقه یک گشتر دقیقه گپ کتا نه بله اگر بله اگر من رینج حاله اشکالی چون من نداری بحث اشکالی تعطیل نداریم کنم بیشتر من به بله بله موضوع بحثم بیشتر درست شد برمچه سازمان فعالیتا در مورد شما نشته در مورد کلا دیگه مسائل گپ کنه اگر شما لوته در این مورد آفرین گپ بکنه اصلا مردم تو نیم گپم دیگه دیوانه همیشه دیگه آزاده در این گپم مورد گپ همیشه بکنه اتفاقا گپم اگر همیشه شما هیچ اگر چند کجا می ثانیه خبر دیگه در تمام مورد این بکنه چیز شد تاپیک نتوار هم بیان نه شما هیچ کجا من خبر در مورد مشکلات بلوچستان نه کبتت بگ موضوعات بی ربط و بی اهمیت پیدا گرچه که اعتقاد در اهمیت هم وطیه داری منتها عزیزانی که خارج از کشور نشتگن به کشورهای سرمایه‌داری تا حقوق گرن تو کیفش کوکن و چه روان یک کشور کمونیستی تا راحت زندگی کنه شما یک کشور کمونیستی نام برید که اوانی مردم تیوتی کشور آزادانه تفکر و یا فعالیت داشته به یک داره و که به جمعیت من ده نشان ده بحث کمونیستی و منتوا سرمایداری نه اگر امکانی هست شما تی گپام ده تمام بکنه واجه علی بفرمایید چون جست من ندید فقط شما تی نظر مطرح کن جز باز من منت احترام وار فقط بلد به اگر لطف عقاید هم کنه دیگرم بلد بحث دموکراسی است پس باید اجازه نه دوید دقیقا چو انچه که واجه بحث یا امیر کسایی که سمت عبر کمونیستی و دوان سرمایداری انچه بحث کسایی اصلا که نه عبر بحث دوان دوری 10 دقیقه هم عبر دین اجازه دارم ما که عبر دین برآورد نرد سعی کنه تعصبات نه بلد واجه کنار امیر بچاره من واجه نتوار واجه امیر اگر شما هیچ منت کس وار باز واجه آرش اگر اجازه بدهید 1 دقیقه شما خبرانا هیچ کس قطع نکن شما سک بازم وقتش داد که شما وقتی خبرانا بکنید بله اولا که ملوتون شما بروید اصول دموکراسی بوانید یاد بگیرید بچارید که چیه و ادا هیچ کس نه مذهب ستیزی کتن نه کسی یهده ادا کمونیسمی پروموت کتگ اصلا بحث دیگه چیز زن تو منی نظر شما یهده تو بحث شما انحراف کو اعتقاد دارد به دموکراسی ولی اصلا شما دقیقا وقتی جنده ببین گوشان دموکراسی گوش کشید چیزیه هر شب برد امیر همه گرامی صحبت تکراری عبر امیر دود خب گرامی شما وارد در مایک من بلوچستان بودید نه الان شما اجازه مایک بده نی مایک توکایاتت ما احترامش ده خب من باز صبر کن واجه شمارش واجه امیر شما اختار وقتی داد که نظرات بس انداتید ما وقتی هنو نظرات اندادم من خب این من جای مجبورم نگرانی برای شما نداری واجه اساسیت امیر ایجاد برای بکن اینکه نزن وقت بچه گروه اساسیت درک ایجاد بکن نبیتین باس آواز ما دیگه نمیگه مرا ما مجبورم متاسفانه حالا موات اینجا له چیزایی تهدید دارم نکنید نیستم عزیزان نه به شما تهدید خاطر بفرمایید ایشی نداشته مایکا که موات ببنده و... اینجا له ولی شما هیچ کجا می آور جز تاپیک و مشکلات بلوچستان نه بس اوکی شما واجه نظر امیر باز من ما نتوار ای نه تاپیک هیچ نه هشته تعصبات اوتی مشکلات بلد کنار من بلوچستان نتوار تاپیک دیگه چیزی کاملا گندن انشالله تاپیک دیگه چون کنه چیزیه هنو بلوچستان من نتوار شما من نتوار منو باز زیبا خانم رو خطاب کو ادا نه من نه زیبا خانم ما هیچ کسی نه چیزی تخریب کته نه دیگه دا به نظر و مذهب ستیزی این کته نه کمونیسم پروموت کته په همین من احساس کنم که شما بحثانا هیچ پایه نیسته دوم بچه امیر جان تو برو در مورد دموکراسی بوان بچار که دموکراسی یعنی چی و برو هم یکمو که در مورد حقوق بشر بوان وقتی که ما یک جامعه دموکراتی تو کالویتن زندگی بکنیم بر پایه حقوق بشر تو بچار که هر جایی که حقوق یک انسانی نقض بیته آیی نگنجید تا قانونی که کشورا گره هسته یعنی که
کشور باید یک قانون یا وقتی قانون یا یادداشت ترتیب بده که هیچ شخصی حقوق نقض مبیته. من نتونم گشتر گپ بکنم پچی که وقتی هم نیسته، ولی اگه شما را واقعا علاقه هستین به این تاپیکان یا بحث بکنید در مورد ایشی که اگر ما یا این گوشین که چون جنی نقض حقوق بشرین یا کودک همسری نقض حقوق بشرین و شما گوشید که چونه گوره ما شما تونه این موارد نه، ما آنی همچی سرا گپ خبری بکنیم. نداتون، شما داره تعریف من کنین دقیقا یا منی من برداشت که اصلا شما همچی خبران خبری هم نداتون. شد امیر شما جان. در بلوچستان وگرنه ما کجا هیچ یکی نه ادا بلوچ مذهب ما ثروت و قدرت در این تبلیغ مورد سهم کد نداره. نه بانو بلوچ نه کانی دیگه ثروت و خبری بانو قدرتی کانی سهم واجه نداره. امیر نیا امیر برن جان من اصلا خواهشان تعریف کنه. امیر درست نه، نیا برن امیر تعریف جان کنه. خواهشان با- وقت رعایت بکنه من من نتوان واجدی او تیم یا من واجدی ارجمندی من چی دوست سنگتن دستبندی کنه که وقت رعایت بکنه. در این مورد هم مردم تونی دیوان بگیرید و در این مورد واجه امیر شما رو گشته رو وقت یک بیر رنده دیگه دیوانه که در موضوع همیشه تونه گپ بکنه تم من نتو واجه علی بفرمای شما تی موضوع مطرح بکنه. فقط وقت در نظر بگیره چون وقت تمامه 4 دقیقه هم چه وقت گذشته. من نظر من مهمان تیم هستن انگا ادامه بدین یا نه؟ ما اول جوست کنه چه مهمان چه تیم هستن سه ادامه بدین یا نه؟ من فقط شما رو لطفا پیشنهادی بگوشم وگرنه من با تفسیر گپ کنگ نلوتی. من سلام عرض کنم. من صرفا همشی یاد کو بنندو که خوشحالم که بانو کن قدم چست کوته لحظی پیشنهادم هسته یکیشی که من ازم توار هسته یا نه. بله واجه علی شتوار است. اوکی اوکی. گپش این که یا پیشنهادش این که بانو پروفسور نایله قادریه در مورد سازمان جهانی زنان بلوچ یا سازمان ارتش شما کوشش کنه گواهی هم آیی تجربه هم بزیره. دومیشی که شما ادا اسکاندیناویه تو که وقتی گروه برمشا به صورت انجیوی ثبت بکناینه. در نروژ 4000 کرون گیرن، در سوئد من از اون چی گیرم. حسن ایشیه که شما وقتی که ثبت کد با توجه به اهداف پچه شما بودی برنامه یک بسیاری سکی مزنی کار کنگ لوتی و کار زمان بر جنینان یک ایشیه که میوتی جنینان بایستی سویده یک بیک آین ویت حق چی میوتی مردی قانه کنگ لوتن که جنینان سر حقا هم رعایت کنه برای تمام یه برنامه چوک جنین خانواده درو موادی که شما نام گفتن شان درو یکی زمان برند یکی دیگه هم خرجش هسته. وقتی که شما به صورت NGO ثبت بکنه شما تونه از طریق فند هستن، فندهای حقوق بشری تا جایی که من زانو وزارت خارجه نروژ 4 میلیارد اگر اشتباه میکنم نه سال 2009 700,000 کرون هنی حدود 1.5 میلیاردی فند حقوق بشری هستن که وقتی شما برنامه هم بود نویست راه ده و فعالیتان راه ده که ما بلوچستان تو که در مورد جنینان که ظلم بگن ضد کودک همسری ضدشی که قتل ناموسی آموزش جامعه یه برنامه هم وقتی یا شما دیمده و سویده همی برنامه هسته حقوق بشری دانمارک هم هسته طبعا انگلیس هم به نظر هسته برای شما یک کاران وقتی دیما برای شما تونه بودجه بگیره. در مورد نروژ وقتی که شما وقتی این جیوسات رو من تونو تا حدی گوش شما همکاری بکنم و وقتی سازمان هم تناشی مکند که فقط جنین نه بلکه این مردم جنین هور و صرفا برای شیک حقوق جنینان و وضعیت زندگی جنینان ما بالاتر و بعد کودک همسری شما بلشان یا چند همسری گوشت شما منظم زانه یا نه بحث دراج رو بس یه نقطه اضافه کنو این که تعادل جمعیتی بلوچستان 60 به 40 یعنی 55 به 45 یا 60 به 40 به خاطر که جمعیت جنین بلوچ در بلوچستان گشتره. این مسئله به شکلی حل ببینید. روستاهایی هستند به خاطر که مردینش کشتگان یا زندان یا میچیان خصوصا از خاش بگیر تا زاهدان و قسمت و جنوب هم فرق نکرد برای امرار معاش چینی حکومت کشتگان زندان کشتگان گیر کشتگان نی ایشان خانوادیان سرپرست دو رو جنینه. یه مسئله هایلایت کنه
بعد سازمان ملل هم مثلا حقوق بشر هست، سازمان حقوق زنانی هست. وقتی شما به صورت NGO به شما تونه دیما بروید، ناصر ده هست، ناصر هم تون کمک بکنه و این سازمان هم همکاری کنه و یه دیگرانی. ولی به صورت به نظر من شما به صورت NGO ثبت بکنه، بعدش یک ثبت خود برنامه بنویسه، نوع فعالیت بنویسه، اشاع ارائه دهید به مراکز مخصوصی مثل وزارت خارجه نروژ و کمونیسان. سوئد طبعا یه دیگه داره، یا وزارت خارجه و الی آخر برای کاران و بودجه بگیرد و دیما بره و چوت جنینان مردینان درست هم همکاری بگیره، پچی که جنین مردین جدا کنک نبن، جزی از خانواده زنده باته و ممنون. خداحافظ. ببخشید من تا یک چی بگم. تا الان برمش فقط تا سوئد بودم، بعد تازگی هم ما در نروژ هم ملحق بودیم به گوهران برمش. اگر شما که الان خبرش کو کنتاکت اینفورمیشن رو تو ما دیم بدیم، ما توانیم که شما خبر کنیم و از این طریق دیماتر برویم. الان ما جنینانی که در نروژ هسته خبر این کرده و پاکنش الان آمادگی کرده که گو برمش شور بمه پاکن و کم کم گشتر سازماندهی‌تر و بهتر همکاری کنی. من الان هم شما رو دقیقا نزانه که تی، ولی خب اگه کنتاکت اینفورمیشن رو از طریق مدیر برنامه که ده هستن یا از طریق آقای کت خدایی یا یک دیگه پا ما بدی، باز خوشحال بود. مرسی. باز واجه پیشنهادتان حالا پا ما هم دیمه متونه برسن. من نزانه دیگه با بکنم رمشه گپی هستن یا نه بریم واجه رضا نمیگم. واجه رضا فرمایید. سلام و درود پیش کنم پر دیوان بخصوص منی گوهر و بانوکان که زحمتش کشته و آت کردن یه گروه تو که شپی بازین سوالی باید جواب بدن تو همچین سوال هستن هم بی ربطن، ولی من لطفا در رابطه با مسائل بلوچستان منی صدا هستن واجه نه؟ بله واجه رضا شما صدا هست. من لطفا در رابطه با مسائل بلوچستان یک کم که روشن کنم. بلوچستان جنینان یعنی ورده 10 سال پیش باز تفاوتش هسته، وریا سال پیش باز تفاوتش هسته. شیماش مشهری سرازان جنینان بلوچستان برای چون از لحاظ تحصیلیش مردینان سبقتش گفته دیمار ربطگن بازین فارغ و تحصیلی هستن در رشته های به حساب کارشناسی ارشدن، ولی متاسفانه به دلایل حالا من نزانم حکومتی بی یا هر چیزی حساب که نشانه کار هنه میلی شام به صورت آزاد یعنی یک کارانی حرفه نیم یعنی اصلا وارد نیم بعدا مجبور بیتگم باز هم برن یا سری کلاسان بگنده یا جاهانی سری آموزش بگندن برای من مثالی بجانم به شما طرف رفته وانتگی رشته کارشناسی ارشد معماری وانتا الان آرایشگری کنگه شین بنوانی هم مثالی من شما رو بگوشم و 100 تا جنه من ایشان پر جای یارم و من ارتباط هستم گورش من ورده جنیانان سک من حقیقتا ارتباط هستم در رابطه با موضوعات. یعنی فکر مکنه که ما بلوچستان 10 سال پیشه مروچی ها پیم نه آ زمان بیتا مثلا بازین سنتی دوندگش جنیانان آ سنتان به پروشم بخصوص قشر تحصیل کرده. من شما مثالی جانا قبلا به حساب آقا ازدواجن تایپهی بیتگن یا تایپه نتون تگی بغیر وقتی تایپه ده تایپه، ولی مروچی همه جنینا یه تابوش پروشته ور کسی که دوستش بی ور کسی که علاقش بی ور همایی رو ازدواج کنه، حالا هر کسی بی در هر گوشه ببیته. پدر و مادران هم زیاد سخت نگرم مثل آزمان کریم یا مقدار روشنتر بیتگن جامعه دیما رو بگن. البته یه جامعه نیازی هستن افرادی مثل همین میبان کنه که خارج دنا یه همه تلاش کنگن کوشش کنگن شام هم بیاین دیما و یا مقدار روشنگری بکنن آیانو کمک بکنن و آیا هم وصل ببن بیبانو کن شیوات یه مزنی پوینتی بازی هنه که بدیم رو بگا مرا امیدن که ما هم بتونه حقیقتا بانوان یا انسانی در یه زمینه یا بخشی حقیقتا ما هم کار بکنه یه بانوکان رو وصل بکنه به یه بانوکان اگر مایل و بین دو طرف ما وصلش کنه و رمده کار بکنه چون من گندگان حقیقتا برمش مورد تایید بازین واجه کارانی هستن که عزیزانی هستن که ما پجا اشیاره اعتماد قابل اعتماد
انشالله که ما بتونه یا سری افرادی په بانوانی که داخل به ایوتی بانوان معرفی بکنه که گوره همده کار بکنه دی ما برو من دیگه خبری نیست. اگر سوالی هست من در خدمت. منتظر واجه تهرانی باز منتظر بانوکا مهمان اگر گپی هستین که فرمایه وگر نور واجه رحیم چه من دوستی فقط من ندید یک خبر بفرمایید. کسان کنی هستد واجر ازا سک وشین گپی کردشان بعد ایشی که اگه یه امکانی هست و که بات واجکت خدایی تماست بود و چیانو بدهید نه سب کم بتوانه تماس بگیریم و بانوکا ما رو باز با هک هست که گونش همکاریم ببود و مخصوصا بانوکان که بودن فعالیت کنه از فعالیتان آین گیشتر ما بزانین و بتوانین کاران و توشتر دی ما ببرین. هدف ما همشی هست و که بتوانین هرچی بهتر بتوانین یک توار په جنینان آنگو بینیدن بالاخره ما را حق و حقوق وتی هست و بله پیتن که جنینان اودن گیشتر دی ما برین تو ای آگاهی سازی هرچی گیشتر بود آین بتوانین ما رو کمک کنین سکوش شو. حتی انشالله موتی تلاش کنن که انشالله بتونه برای زمین گوش ما همکاری بکنن نزدیک بند و این مسائلان دی ما بروند انشالله. باز باش. ما نه حتی اگر شما رو ایراد بگیرن فقط یاد که تا جایی که بتونه به عنوان یه انسانی شما هم انسان ما هم انسان در کنار هم دیگه یه مسئله دی ما ببره. ببخشید من ایراد چند جمله گرگ آسانه. ببخشید آخه هدف همشه و برنامه همشه چون که اگر فقط آگاه سازی په جنینان ببود جنین حق و حقوق و تبزان ایدگر بزن و مردین هور مبوده اده ممکنه که اصلا نتیجه معکوسی بدن اصلا کنشان خانواده گشتر به استحقاق گشتر و مخالفتن گشتر به زمانی که مردینان هم آگاهی ببو و جنینان هم آگاهی بو پس با هم دیگه رشد کنه و ای په زمینه پر رشد و پا آگاهی بهتر آماده تر و تشک مثلا فقط جنینان بره مثلا با اسلحه آگاهی مسلح کنه و این مردین خیلی سفت و سخت رو اشته در جلویی که زمانی که همگام و همپا راه مرا پس ایشی یک اصلا لازمه هست که جنین مردین با همدیگه و در کنار همدیگه ببین در هر زمینه آگاهی بو آموزش بو حق و حقوق بو در هر زمینه که بو یک همکاری مساوی لازمه به نظر من. من یک کم که مختصرین کامنتی هستم په واجه امیر. واجه امیر اگر شما توجه بکنه مولانا عبدالحمید هر جمعه یا ای دموکراسی خبر کن ای برابری و حقوق زن و مرد خبر کنگه حتی ای ادیان خبر کنگه این تمام چیزا مولوی واجه عبدالحمید رضا خبر کنگه موفق و واجه معید رضا باشه من واجه. جزاک عذرخواهی الله کنم واجه منتظر رضای عزیز جزاک الله که این موضوع مطرح کرده زندک باته واجه زندک باته منتوار. واجه بندوی جان میک شما اگه فرمایید آمه بذارید تا شما تیگه اپما بکنه اگر واجه آرش یک لحظه فقط من اجازه بدید. بفرما من لطفا تشکر بکنم چه واجه رضای حبره که گوشی مثلا تو انت رابطه ببیتن که ما رو وصل بکنته حقیقتا اگر ما متونه همکاریم ببیتن گومتی گوهاران ملک توی گرام کار پک بی سمر بنده هدف همشین که ما بتونه همکاری بکنیم گومتی گوهاران اوشی که شما ما رو مورد اعتماد زانه تو اشی هم سکی مهمین چیزیه چون مردم واقعا هر کسا نتونتن وقتی که این مسائل باز امنیتی هستند و مشکلند اگر بتونیم واقعا بر اساس اعتماد مردم این رابطه یا برقرار بکنته ما باز وش بیم و هر کمکی که چه دستا چه یک کپاش ما بلوتید این نظر من و شخصا حاضران تونون تماس بگیرن گون کسی که هسته باز تشکر چشم نکته نظران باز باش البته واجه علی هم اوتی شماره تلفن چون یک پیشنهادات داتن در رابطه با نروژ من دیم داتم بانک زیبا امیده که ارتباط برقرار ببیت شما ارتباطات گشتر ببین واجه رضا هم اوتی ارتباطات گشتر کن و شما هر حال از طریق کات خدای دیگه سنگتن واجه رحیم میک شما اگه شما تونتی کامنت گپا بکنه.
من سلام عرض کردم شما درستن خدمت آرشتم پیلی لوتن چه شک من پیسر یه تانو پیدا شدن جاله بخواد چیک من درایتان در واقع آواید من یک 4-5 دقیقه فرصت گیری حتی من کمی خاطر چند بار هم میکروفون جد که اگر فرصت امیر جان بداتینت البته که نبود برای شما لوتیت دقیقا نوبتان رعایت کنی و خیلی هم جالبه منتظر برای دلی جولانکیان من حقیقتا تبریک عرض کنم به کسانی که در این سازمان صدای زنان بلوچستان یا بلوچستانی جنینان توار بلوچستانی جنینان برمش فعالند کار کنگند و بی نهایت خوشحال بودن حقیقتا وقتی که گنده هانی تفلک بلوچستانی پچم نویسته و این اروپایی کشوران در رشدی کرده با چه شیوایی و با چه روانی بلوچی برکن که فارسی حتی هنگه چه بلوچی شرطن. البته خب گپانی هم که زیبا و حمید خانم هم جتن توشان که من کتن خیلی بسیار بسیار عالی جالب میرنوشیان بران من نشکتن البته نزانم ولی در کل یک کاری بسیار بسیار مهمی که شما این نسل بخصوص در ارتباط با مسئله برابر حقوقی براس و گوهران جنین و مردین و بلوچ داری کار کنید و ایشی یک کاملا یک موضوع بسیار مشخصی. امیر جان زمانی که بلوچستانی تها شو یا براس پاده تو گوهاری سرا برید یا تی جناب به قول معروف جن تو کشید توشن یعنی ایشی که دقیقا تو هم به درستی گوشت پس ماشما مشکل هست بلوچستانی تها و این باره جنینان ماشما تمام مردینا مذهبی و غیر مذهبی باید کمک بکنی که یک جامعه برابر حقوقی داشته ببین در بلوچستان. بلوچستانی که نه تمام جوامع نه فقط بلوچانی تها جامعه یک جمعی از جنین و مردینند و هیچ مشکلی جامعه بدون همراهی و همکاری هر دوینا حل نبید. به همین دلیل بسیار بسیار مهمه که ماشما در واقع با ماشما بخصوص ماشما مردینان کمک بکنی و تی زهگانا و تی گوهرانا و تی ماسانا و تی تروانا هر کس که به هر حال در ارتباط با سن و سالی که هست که باید مطرح بکنی نشم بسیار بسیار حیاتی این کار انجام بگی و به حال مکنی ماشما که سنت و رسم و رواج و فرهنگ ایشان یک بازتابیند از شرایط زندگی هر جامعه در هر شرایط جغرافیایی و محیط زیستی قرار گرفته. خب برای در یک شرایط ماشما گنده که الان این مسئله به قول امیر مسئله 4 جنی مطرحه به شکلی برای در جامعه و در شرایط ماشما گنده همین ماشما بلوچستانی تها گنده که بانری به عنوان فرمانده لشکر رو همراه بید و چاکر و رو به جنگ مهاراجای دهلی و یک مناطقی هم هستند ماشما این واقعیتان اجتماعی روی کره خاکی هم باید قبول بکنه. یک مناطقی هم هست اما به طرفای نپال و برای ما کوپایا هیمالیا که یک جنین چند مردی نگیرده. بنابراین بشیر باور بکنیم ماشما که شرایط زندگی هر کس بر اساس سنت ها و فرهنگ ها یک انعکاسی از شرایط محیط زیستی و شرایط زندگی و شرایط به قول معروف معاشیات هر جمع انسانی بوده هستند توشان. برحال با توجه به گپانی که بودن توشان بسیار امیدوار کننده که بلوچستانی جنینان با توجه به این قرن 21 با توجه به این شعار زن زندگی آزادی جنین زند آجویی یا جنین زند آزادی که ماشوه بلوچستانی الان تبدیل کرده به یک واقعا مشعل آزادی منطقه با همتی که بلوچان و بخصوص زاهدان و خاش بلوچان با همراهی رهبران روحانی که دو تا به اصطلاح شهری تا هستند تو ایشان که واقعا قابل تحسین هستند تو ایشان تبدیل کرده دانند که ایشی مروچی زمانگی تا ما شما مطمئن ببین که دیگه این نسل جنین زهگان هرگز به 50 سال قبل 100 سال قبل شرایط و سنت ها پایبند نبند. الان شرایط اجتماعی یک نیازهای جدیدی قرن 21 یک نیازهای جدیدی این شرایط اجتماعی که جهانی تبدیل کرده به یک دهکده جهانی و با چه سرعتی من فکر کنم تمام الان لمس کنه که با چه سرعتی جهان به سمت واقعا یک دهکده جهانی داره پیش رو. ادانند که الان مسئله برابر حقوقی از هر
قشر و قماشی ببیته، از نظر دینی، از نظر ایدئولوژیکی، از نظر فرهنگی، از نظر سنتی، از نظر محل زیست جغرافیایی، از نظر هویت ملیتی و از نظر جنسیتی. شید که یک لوتید، یک خواستید که هیچ قدرتی را در واقع یارای دین پدیمی نیست و باید کمک کنک ببند و تمام قدرت به قول معروف اقشار اجتماعی در این رابطه سهمش هست، نقشش هست و مطمئن به برابر حقوقی جنینان بدون همراهی مردینان سرپدین و آگاهین که شانه به شانه بوشتن برای جنینان برای برابر حقوقی واقعا نتونن به جاگاهی برسن. عین همین مثلا ما شما بلوچ هرگز در قرن 21 به برابر حقوقی و دیگه ملتان منطقه نرسی مگر اینکه جنین و مردین کوپک و هم دیگه برای خواست اجتماعی واقعا پاد بیان تو دیما بروند. به همین دلیل من عذر لطفا برای پیش نکنم که بیان در خدمت ما شما، ولی واقعا چیز سک مهمه که سعی بکنین گپوتالانی که بند، بحثانی که بند با مدارای کامل از هر قشر فکری و از هر نگاه به قول معروف عینکی ببینیم باید با مدارا گوش بداره هم دیگران. یکی از نکته‌های بسیار مهم عصر جدید الان همیشه این که تفاوت ها باید هماپن که هستن زانک ببن و برای ایشی که در یک جهت روک ببید نزدیکتر کنک بند شام همدیگری خبران گوش بداریم با احترام و در این حال هم حالا به قول معروف تونی احترام بلین یا به قول معروف قبول بکنی آدم طرف نظر یک بحث دیگره. ممکنه یک فکری ببینید که من برای طرف چیزی مگوشم ولی ممکنه باشم که من احترام قائل نهم به این هدف کتر هست یا این نظر کتر هست، اما گوش داره همدیگه و احترام به انسانیت هله کرامت انسانیش یک چیز نکته بسیار بسیار مهمه. وقت تمامه من لطفاً بیشتر راجع بکنم به قول معروف فقط همشید پیلی لطفاً پیسر نتوانم در خدمت شما بام به همین دلیل الان دیگه به قول معروف گسر رستگان و شما خدمت سلام عرض کرد و بله خبران گوش داشته بودن چون در شرایطی بودن که گپان گوش بدارن تمام ولی نتوانن گپ بزنن که الان هم ارزان کردن تو سلامت بید انتوار واجه آرش عزیز من یک دو دقیقه یک چیز بشین به احترام واجه رحیم بندوی عزیز منی استاد اجازه هست؟ جان یه دقیقه من نتوار جی دقیقا واجه منی استاد واجه رحیم بندوی عزیز بسیار زیبا و شیوا بیان کو و واقعیت جامعه واجه بندوی عزیز بسیار زیبا واقعا به تمام کمال مفید مختصر توضیح داد ولی ما هم اول هم گفت ما کتمان نکنن مشکلات هست وجود داری نه تنها در بلوچستان بلکه در تمام جامعه کشور ایران و خارج از ایران هست. منتها شما متاسفانه یک چیز را یاد گرفتگان که فقط یاوان و تیجنده بلوچن تقریبا در یه زمانه نیاز هست که کوپک به کوپک همدیگه دست به دست همدیگه برای آبادانی جامعه قدم بزورن باید هم فکری کنن احترام بلن به همدیگه نه اینکه قول معروف یک شخصی یک تفکری داری یا هی شان که شما چیز اله بله یک موضوعی هست زرما مسئله گشت قدیمی گشت یک پیرمرد یک هری و یک زاگی داشته و هر شدن شعره تا چاره کشتن من هنو حالا سکن واجه بلوچ من نتوارم ایشون شین ری بعضی خوردهش که به واجه شیخ الاسلام و واجه ناصر بلیدهی و دیگه عزیزان که ایشان شدن شعره تا دو نفری هر سوارتن ملت تا دیستن گشته هر بیواسه سکن دو نفر سوارن بس پیرمرد گشته خوبه من یه رکب اینترنت برزه ایشان پدی شدن دیگه ما مردم هم پدا دیستش گشته پیرمرد دسته که زاگا سکن زاگ برزانشتا پیرمرد بیواس پیر جاله نشتو جاله داری راه رو برحال پدی جا آوازش کو پیرمرد برزانشت برحال زاگ جاله برحال پدی شدن دیم پدا مردم ایرادش کن پدی ایشان شدن دیم طرف پدی ایشان هرازورتش وتی کوپک سرایششت
و همیرن شدن دیما بعدی مردم هندتن بهشان گوشتن که گنو کوتاه هری دارن و تو کوپک سرشتن. به هر حال شیخ الاسلام حضرت شیخ الاسلام هر کاری کن باز مردم یک اراده گرن. واجه ناصر ولیدی عزیز هر کاری کن باز یک ده هستن که یاون اراده گرن. واجه مثلا رحیم بندوی عزیز بیه یک کاری کن باز پدا یک ده هستن یاون یک اراده گرن. منتوار سپاس. جی متشکر. اه، بفرما من بانو مرنوش، شما هم یه دیری حتی ته. شماستم belli لطفا باشه پی بود نبود با ما مشکل پیشاد من ولی حبرانه تا حدی گوش داد زیبا جان و انی جان مچن حبر تا بود گوش دادم و شوا جمیل فقط شخصا لطفا گوشن که امه چه تا هیچ اسلام ستیزی و چه چیزا نین اما اصلا نه که اسلام هر دین داشته بین بلوچ اما هیچ مشکلی ندارم فقط امه مشکلش این که بلوچ شه ناآگاهی که داری در بیت دیگه شه بلوچ اونا و شه بلوچ جانا استفاده مبی بلوچ بچه متون دیگر نام نبرین هر قوم و ملتی که ایران دست بچه مثل آوان اما مبین اما شاوان چه کم دارن اگه من په تی زبان جواب دهی بلوچ قدرت و ثروت تا هیچ صاحبی مایک نداشت. تو می شما امیر جان، انتظار امیر دارید جان خواهشن، امیر واجه جان درسته؟ نه خواهشن، شما مایک به تو نه می. اروپای واجه در درست من جواب دهی امیر جان، اروپای امیر نه جنوبی جان واجه من صاحب نه آزادی واجه تفکر من صاحب آزادی عقیده ون بلوچ واجه جنین من زاگن جوست است. نکو من جوست نکو من در این شین که همه برمشه همه جنینن مردنون هستن گما اما همچین فکر ندارن نوش از سو تفاهمی پشما پیشاته ولی من وقت همه گروپتون هر روز اما کنتاکت دارن جتا خصوصی من هیچ وقت ندیستم که اما اعضای گروه یک که انگی که من 2 سال خوردیم که اما حزب چیه دارن اصلا برام شد همچی چیزی من شکر ندیستم و بلوچستان اون که من بوتون نه که فکر کنید من نبوتم من اتفاقا بلوچستان و بوتون هیچ موقع شکر ندیستم این مسائل و خارج از بلوچستان و بلوچایون که هستن پوتی بلوچ بوته ندارن تلاش کنه هیچ کس نشی که ما بلوچ چون مسلمانان پدمانتان نه هیچ وقت شکر من چه بر نوشکتون چرا ما مشکلاتی که دارم مثلا خیلی اشن همه چون جنی و نزنین گوندن جنک که جنی گرن تو شه برن خیلی ربط دیم به اسلام تا حدی خبرش درستم و تا حدی من گو واجه رحیم خبر گشتر موافقون چون من شد تیپ پیروک و بلوک ایشم که مثلا اشکتون از زمان نه که بحث مذهب بوده بی بحث مسائل دیگه هم بوده که مردم این کاران کرتان خب و فقط بحث اسلامی نبوده و الان چرا یه 30-40 سال تا باز قضیه پررنگ بود و باعث بود یک سریش مردمانش اسلام دور بیان بچه چون فکر کردن دیگه اوکی انگیم و من همیشه احترام کلیم و مولی عبدالحمید یعنی واقعا ما باز مهمه همین نمون واقعا گما خیلی همکاریه کن و همیشه اما حتی همیشه زانه امه نظریاتانو گوش دادن و با توجه بایی سعی کن خبرای گوشی که بوتی مردم راضی کن اما یعنی درست خارج کشورن ولی انگینا اون که گوشن نه دیگه تمام بود و فقط گوشن بلوچستان نه تمام مردمان عقاید احترام کلن حتی که اگه یهودی بیند مسیحی بیند هندو بیند هر چی بیند اما احترام کلن و حق ندارن به کس عقیده دینی نظر دین یا گوشن خرابه یا جوانن یا هر چی که هست و حزبیت همه هدف گشترشن شما واجه امیر شما واجه رضا و هر گوار و براسی که ده هست همدیگه رو دستان مگرن و ترا بورز کشن اشتر من روم قبلی هم تو همیشه خبر دی جز امه جنده هیچ که امه دستان نگی منتظر هیچ کوم و هیچ سیستم مبید
هیچ وقت مبید، یعنی هیچ کوم نیت که گوشی او بلوچ جوانه نم بیا بشن اما کاری کنن، والا کسم که نکنن، هیچ وقت نکنن جز بلوچ و جن پوتی دل مسوچی، هیچ کسی دل په بلوچ نسوچی. و اما هدف همیشه و برمش که گوشتن جنین، چون اما یک حزب کلی دارن که جنین و مردن توانن بیان اشاره به خصوص که راه پرینتن اما 2 ساله به خاطرت که واقعا بلوچستان جنین واقعا مظلومن، واقعا بند خدا مردان گیرن کشن اعدام کنن این هزار بلا. من و زایدان مردمان زایدان دیگه بالاترین آمار داری، واقعا نه توانن اوتی حقا دفاع کنن، نه بلدن چون کنن، اما قصه تا یا مجبور بین گما بدبختی کنار بیان یا مجبور بین گویی که دیگه قصه کنن هزار چیز دیگه که واقعا جنین تا عمر داری شتی زندگی لذت نبن، زاگیون لذت نبرن، مردیون بنده خدا با بدبختی و فلاکت درو. اما هدف ایشه که این نسل بعدی حداقل کمتر چیزا نگندن یا اصلا دیگه تجربه مکنن. اما جنین وقتی موفق به مردین کم کم همان مساوی گم جنین پیش روان دیما. شکر من واقعا افتخاره که نیکش بلوچستان مردمانو بچه، چون واقعا من به لحاظ ذاتی بلوچان گندی وقتی یک چیز رو لطن تغییر دین سریع تغییر کنن، مثل خیلیش مردمان نوان که تو این مجگه تکنی تسرپت بی همه چون مایته کل ایران حیرانت که چون بلوچ ما چه فکر کردم بلوچ هیچ نزن هیچ سرپد نبید و نزن فقط جتن و کشتن و قاچاق ازن، ولی همین و همه انقلاب ایران که این زندگ ساعته بلوچه این که گجر همیشه اشن اما اینگ اما گیترن اما ششن سرپترن اینگن آنگن کجن چون نکنن آوان سرپدی فقط سرلوچین، ولی بلوچ نه، بلوچ خیلی قوی تر شوانه. یعنی واجه من به شما تضمین ندهیم هیچ وقت اما همچین افکار ندارم و ششما نیجن به شخصیت تقاضا دارین که تا توانت جنینایی که اوتی دوره بر ازانت سعی کنید گما آشایش کنید رومان تا اگه نتوانن بیاون به ما گوشید تماس گیرن گوان همکاری کنن آموزش دیم با من که یک جنین حک چین چون فکر کن چه راهایی رو پیش که پوتی زندگی پوتی زاگان پوتی مردان که چون زندگیش شادتر بی موفقتر بی اما هدفشن، وگرنه هدف دیگه ندارن، نه با من عقیده اسلامی کار دارن یا هر دینه که دارن، فقط اما هدفشن که بلوچ موفق و خوشبخت بی. اما آرزو ایشن دیگه کار به آمن افکار و عقیده قلبی ندارن، یعنی اجازه ندارن که دخالت کنن با آمن قلب و ذهنا که تحک نداره ای عقیده داشته به، فقط مسیر درست اجتماع لطن بودتی مردم نشان دین همیش. من خوشحال بینی جنین زاده نی هم سن و سال جنکوهای هم نی هم دوره یا من توتر گوانتر موفق بیان. من افتخار که این باند گوشین آقا من نیجن شنی جنده بلوچان کسایی هستن که دکتر مهندس اصلا دکتر مهندس مبی موفق زندگی کن زان که گوتی مردا چون رفتار کن زان گوتی زاگا چون تربیت کن که باند زاگ به خرابی مکشی مرد شایی نزنین دور مبی یا شب تا روز جنگ بینش مبی یا نزنین مرد برای فساد مرو یا نزنین خیلی مسائل زندگی باز داری خب، اما باید ایشان جور کنه اما هدف ایشان هم دیگر دستا گرن اما مردنم واقعا خیلی دارن تباه برن. یعنی 120 سال این که بلوچستان استعمار کردن همچنان اما در آن وقتی نابودی یعنی به چند بر روش گندن انو 6 ساله یک
صد خوردی روچ گسته کم کم 86 نفر کشته اما دادن. یعنی هر روز اما دارن کشته دین رسما دارن اما رو قتل عام میکنن. خب این خیلی مهمترین مسئله باز مهمه. همان کشید که چون جنیه بی به چه علته بی وقت همه مرده نمیرن، وقت همه مرده انگی به زندان و نابودی کشن. خب مسلما این مشکلات پیشه که ربط به اسلام نداری قضیه. ای سیستماتیک دارن بلوچ سرا یک بلا کارنتش و اما باید ایشان آگاه بین اوتی مردینان آگاه کنن اوتی جنینان که هوشیار بید ای بلا ندارن شما سرا کردن و ای عوارض و ایشن و بعد این تازه بدترون بی. اما لطفا این کارا نکنن. یعنی همه هدفشه و یکیش همه هدفانون دیگه ایشن که زبان بلوچیه پجوانی به هم دیگه آموزش ده. اما کلاسای زبان بلوچی را پرنتن و سعی دارن تازه کلاسای دیگه اون را پرنتن بودی بلوچن بلوچ کلتور و فرهنگ زندگ ساتن کاری کنن که دنیا اماره درست کن نه که فقط امه جن. واقعا من به شخصه و بلوچی این خیلی جان خرابه کنی اصلا نوشته گه نزنیم و وانته نیزنیم و این واقعا جنایت تن به ما بلوچان و اشرب اما سعیدن. یعنی خیلی گشتر امه اهداف ایشن. یعنی شما خیال راحت بی که هیچ وقت هیچ کجام ناصر سازمان چه نشه برمش مردمان هیچ کجام هدف همچین افکار را ما ندارم و اما هدف همیشن به وضوح داریم. من به زبان خیلی راحت و ساده اشین و اما اساسنامه منشوران اونتواند بواند که هیچ وقت اما باید اجازه ندین. اما مثل شما یک مردم عادی هم فقط به عنوانی که بلوچه منتوار من انو اجازه دارین چون خطاب گفتم یا اجازه دارین آوردین. بله بله ممنون. باز تاکید کرده اتفاقا ما افتخار کنن که می بلوچ بانو کن دارن تلاش کنن بچه که ما اعتقاد دارن که در این جبهه حتما باید جنینان حتما حضور داشته باید بچه که ما و بلوچ همه پیت و پیرو کن شغدی ما و جنین و مردین در واقع احترام های خاص داشتن مخصوصا جنینان در جامعه بلوچ ظرفیت و ارزش بسیار بالایی داشته. در زمانهای قدیم اگر جای طرفی مشکلی پدر کشتگی که طرف داشته اگر گواه طرف جنیز اگه ور بودن به احترام همه جنیز اگه چشم پوشی کرده شدی اوانه گوستش یک دو اتفاقا شما را درسته ما نشه شما را غلطین منتها لحظین وقتا شما خواسته یا ناخواسته تلفظات و بیانات استفاده بکنید که این نادرستن. لحظین وقتا که ما یاون که اصلاح کنه شما ما را تخریب کنید فورا یا مایک هم بنده یا ریموو کنید یا دور ده جانا ما شما مخالف نه اصلا و ابدا. اتفاقا ما اعتقاد دارن شما را راهنمایی کنن که شما را باید گفتگو موافق و مخالف و تنیندت یا آورده بود. شما اتفاقا من ادا پیشنهاد کنید شما باید آموزش دهید که مردم هم مطالبه گر بیان یکی که بلوچ هم مطالبه گر نوان یک واقعیتی. متاسفانه بلوچان اصلا مطالبه گری بلد نوان. این دومی مسئله که پارسیان گشتش که ما گیترم فلانم به خاطر ایش بوده که بلوچان هیچ امکاناتش نداشته. بلوچان به عمد عقب ساعتش به عمد بلوچ بزرگ قراردادش قدرت و ثروت محروم بوده. سالیان سال ما 100 سال زیری تیر و تفنگم می جوانان مجبوری سرا دارن سوچن تیر و تفنگ چرا به خاطر 20 لیتر گازوئیل بنزین دارن کشته و بین جوان لحظین جوانان هستن که گس کرده شنگه به جای نرستن به خاطر همین سوخت بری و به خاطر
معیشت ضعیف، سیستم غلط حکومت جمهوری اسلامی، جمهوری ننگین اسلامی، به خاطر ایشی که مرد سالار این حکومتی هم داری جمهوری اسلامی، ولی ایشان نباید ربط این به بلوچه. بله هست لحت اینجان تعصبات هست، لحت اینجان تندروی هست، اما نباید ربط دیم به پاکین مردمان پاکین جامعه و بلوچن. منتها من ششمت دستبندی کنن که یه خورده صبر روتی بالاتر برد، زود مایکانی تا میاید احترام بله لحظه اینجا من وشکتا کشم پچی واجه یه برادر پچی واجه ها کاراکو پچی واجه جنی داری نظر پچی واجه چه خود شما چیکار دارید به این مسائل گشتش مواد گوشت دارین گشته شما نگشته، شاید شما نگشته، شاید شما دیگه دوستی یه بار من 10 بار وشکتا و شما باید دهن چون که شما واتش دست به دست همدیگه دن، شانه به شانه همدیگه باید قدم بزنن برای آبادانی بلوچستان. مشمه زاگان هیچ خیری شوتی زندگی ها نگندم، هیچ امکانات مشمه زاگان ندارن، مشمه زاگان شناسنامه سجل ندارن، مشمه زاگان امکانات رفاهی ندارن، مشمه زاگان مامور پلیس گنده 600 متری و تی مسیر آواز کشه تورس بلوچ در جامعه مملکت ایران و یک فردی هست به عنوان شهروند درجه 3 4 بلوچ عزیز چشم. من اگر باز عبر دیگه ای حتی من در خدمت شما هستم، ما مخالف شما راه نوا، ما اعتقاد دارم منت شما تو وقتی وقت راه تمامه بره دیما امیر جان، من نتوار وقت تمام. چشم من نتوار باز اگر متشکر. عبریت ما در خدمت جی منت چه بانک مرنوشم که تی ازارت بیان کتم. رحیم جان تو یک درن مایک جت واجه رحیم بندی کامنت چیزی شبیر جان یا بلت واجه رحیم کامنت گرین. پهلی لوٹا چون نوکی رسته که تانو شدی سرکو باز پهلی من فقط یه نکته لورتان بگوشم که اما ابتدای بحث من داشت گوش داشت برمش برنامه اساسنامه بلوچی ترجمه کنه بحث بود تو واجه اسلام پیشنهاد کرد که این مسئولیت واجه محمد جان پهری قبول بکن. من دستبندی کنم جواج پهری که این مسئولیت اگر بپذیرید شما برمش بانوکان لطف کنید چرا راه بدهید پری که ترجمه بکن به بلوچی و دقیقاً با سبک نگارش سید ظهورشاه هاشمی بنویسیدی. رنچه های وقتی که شما دست رسید شما به هر سبک دیگه بنویسیدی و دقیقاً همین گپی که درست هم گوشگن ما شما درست هم باید بلوچی بنویسیم با هر سبک نگارشی که فعلا به قول معروف علاقمنده دیگه شما داره پیشی که ندانه این سبک یا سبک درست نه یا دیگه غلط انتشام بنویسی به بلوچی هر سبکی که شما یوتی باور انتشام بدی باید بلوچی بنویسی. سلامت باشید. همیشه لطفا عرض کنم. جی منت واجه بندی دقیقا همشه شبیر جان. درود و درهباد بنی براسان گوارانی که نشتغن دیوانا من شمایی قپانا گوش کو منی بی نظر هست به هر حال لوتا میشه بگوشم. هیچ جامعه‌ای نتوانی وطی آزاد بکنه اگر جنینان بند توکا بیان، یعنی اگر جنینان بند بیان لوگوی توکا بیان مناسبات اجتماعی کار ندارن فقط بنندن لوگا چک به اصطلاح جوجه کشی ماشین جوجه کشی بیند او را آجاما هرگز امکان آزاد بودن ندارد. مسئله ایشیه که مروچی اگر 50% جامعه از طریق دولت حاکم، از طریق مذهب، از طریق پدرسالاری و قوانینی که به هر حال سالیان سال سنت توکا افکار پوسیده قرون وسطایی توکا بر سر جرینا ظلم بود. این نه تنها در بلوچستان بلکه در سراسر جهان هسته. یعنی سیستمی که جهان به گل رحیم جان چیز هستی دهکده جهانی است و غالب هست بر سیستم جهانی، در اصل استوار است بر ستم بر زن، استوار است بر ستم ملی، استوار است بر
ستمهایی که به هر حال هزاران ستمی که بر جامعه هسته انو این سیستم جهانی که جمهوری جنایت فاشیست اسلامی بخشی از این سیستم هسته، چه در بلوچستان چه سراسر ایران این ستم را بر جنینان روا دارند. حتی من گپی که گوشی که احترام بگذارید به عقاید دیگران، نه، من احترام ندارم بر عقیده خمینی، بر عقیده جمهوری اسلامی، بر عقیده ای که ستم بر زن کنگی و ستم بر انسان کنگی، یعنی انسانی حقوق پایمال کنگی. بنابراین این عقاید من احترام نکنم. ما بیاییم بچاریم که چه عقایدی جامعه توکا جنینان ظلم کنه گایه که گوش قوانینی که گوشگاهی من 4 تا زنین یک مزیتی، یک پوانی، یک چیزی به مردین دهگه که 4 جنین بگیرن، این چیزا من قبول ندارم، این چیزا من احترام نکنم. این قوانین ضد جنینه. هرچی بیتی تا زمانی هم که این قوانین، ما به عنوان ما مردم یه سری چیزها را باور دارن شخصی هسته، این دین و مذهب به یک مسائل شخصی هست، در امور اجتماعی، در امور دولت نباید تداخل بکنن. بنابراین نیاییم بگوشیم که این قوانین رو ما دوست داریم، عقاید داریم. نه، من این قوانینی که بچه 14 ساله را شوهر دهگاهی ایشیا نه من نگایم، آیا که جنین وطی ناموس دانگاهی ایشیا نه من نگایم. من بلوچم و نه من نگایم. جنین ناموس کسی نیست، جنین یک انسانه و حق حقوق وطی دارد. مروچی کسی که ایشی دیما بوشتی من ایشی مخالفم و نه الا، یعنی اگر من قدرتی هست، مردم قدرتی هسته، نه الا لازم ای تفکرات قرون وسطایی جامعه توکا ما یا آینده چوکان جامعه بلوچستان خراب بکن. هر جامعه توکا کهنین افکار و نوکین افکار یکدیگر را گونه جنگ کنه گیا. ما زمانی توانیم اتحاد بلوچ را به دست بگیریم که این قوانین نوکین را قبول بداری، نه اینکه بره قبول بکنه چه چک 14 ساله را ازدواج اجباری بکنم، بفروشم، ناموس قتل عام ناموسی بکنم. ما لازم توانیم که تا زمانی که جنینان، که اکثریت جنینان هم به لوگای توکایم، اگرچه بلوچستان 20% 10% بلوچی جنینان توانستن وانند دانشگاه بروند دیما بیفتن، ولی اکثریت مردم جنینان در لوگای توکا و به عنوان ماشین جوزه کشی از ایشان سوء استفاده بگیری و امتیازاتی که چه دولت و چین قوانین توکا و چین مذهب مردین دهگاه مرد سالاری دهگاه ما نلوتی میشیم. من نلوتم، هر کس لوتی ایشیا دیما اوشتم. بنابراین بیایید اتحاد را بر سر قوانین، نه تنها حقوق بشری، بر حسب حقوقی که انسان غلام وطی غلام مکنه، انسان استثمار نکنه. ما چنین نظامی ها لوتی، هر کس وطی مذهب و وط زانی، ولی دولت توکا نباید مذهب و هیچ ایدئولوژی دخالت بکنه، که امور دولتی را، امور مردم زندگی را هیچ ایدئولوژی لازم دخالت مکنه. بنابراین امید است که ما این چیزان سرا یکدیگر را گونا بنندیم، گپ بزنیم و دیما بریم تا اینکه جامعه بلوچستان و بلوچستانی آزاد و آباد ما را بیبی. بنابراین ما وقتی گپانا با یک شعری که ای باره گوشتا شما را وقتی گپانا کلاس کنه گیا. منتوارم. پنجگور راها مچانی باغا دیستان ترارا،
آهی کشتا گوشتم و تارا، ظالم رواجا کشته دلارا، لوگای زمزیل بند کتا ترارا. سامان تو نی بس کن سینگارا، پرچی دو بندی جز منارا. غلام مبوتو مردانی دستا، سودا مبوتو سامانی پیما. هروش تو زمزیل یل در رواجا، درد دیوالا در کن و تارا. بزور تو پنگا یل در نگاها، آسی تو رو کن سوچان نظاما. منت که این وقت هم نداتین. واه شبیه جان، منت آداب وار. آداب واجه شبیر. باز منتوار باز باش. باز منتوار واجه شبی باز باشین گپی کن. اه، جالبه مشم دیوانه زنان چه تقول جنین اناشی 53. ماشین جوجه کشی. नहीं वॉशिंग अप पे नहीं खैर आइए आइए नजर ही नहीं आइए गो कि वॉशिंग अप पे नहीं بله خیر ما شما دیوانه نی 53 منت گوسته ما باز من نتوارن چه برام شبانوکان بانوکانی یا بانو کمیده یا بانوک زیبا بانوک منوش که تیم داد و یک ساعت گشتر هم نشتن و ما را گپ دیوانه کو و یه دیگه سنگتن که جالا نشتن دیوانه بار زیرون کن باز منتوارم من آخری گپ اگر بانو کن گپی هستین آخری تونوتی گپا بکنه بعد مدریتور که دانشتگان تونوتی گپا بکنه و دیوانه بنده باز منتوار ها اگر اجازه بدید من یک چند کلمه لطون در مورد مسائل هستند که به نظر من مهمه ما شما بلوچان یک کمو که در موردش گیشتر فکر بکنه. اشی این که بچارت اگه ما گپ کنین در مورد کودک همسری، در مورد نزانون چون جنی، در مورد اشی که جنینا حق و حقوق ده یک نبی، اشی مختص بلوچ نه، اشی ایران جامعه توکا ماشما هنچو که ته بلوچستان اگه قتل ناموسی پیشیته ای امر هم ته اهواز نزانون ته کردستان ته عربستان درو جهان ته خود تهران هم پیشیته مسئله اشی نه بله منی هانی موقعی که بلوچیان من وتی وظیفه نزانو که من بیایون نزانو تهرانی باره یا گپ بکنو من وتی مردمانی باره یا گپ کنو پچی که منی مردم منی هدف پچی که من نلوتون تی منی بلوچستان این مسائل پیش بیایم منی مشکل اشیه من هیچ گر نیایم ننندو ادا نلوتون وتی فرهنگا وتی زبانا وتی بلوچ بیگا تخریب بکنم بلکه من اگر یایون نندون در مورد مشکلات بلوچستان گپ کنم به خاطر اشیه که من بتونم راه چاره ای در بگیجم من بتونم وتی مردمان آگاه بکنم چه اشی که من مشکل چی اند چون ما تونه راهکاری در بگیجیم که این مشکلاتان در بیاین پچی که مروچیگین روچا اگر ما جنین و مردین واقعا په همه حق و حقوقی که هر شهروند یا یک جامعه ببیتیم په آیی مرسه ماشما نتونیم وقتی ماحول آباد بکنیم ماشما نتونیم بلوچستان آباد بکنیم ماشما باید بتونیم بچاریم که چه چیزای دست و پا گیرن په من جنین بلوچ چه چیزای دست و پا گیرن که منو نهیلن که من بتونم به بهترین نحوی که باید در آینده و کاران پیش ببرم چه چیزایی اگر ریشه فرهنگیه اگر ریشه عرفه اگر سنته اگر مذهبه ما باید گروه یا راهی باید در بگیریم گروه باید وقتی نورمانا که تی جامعه پماشما شهر بود تگن باید اشانو بلکه تغییر بده ولی اشی که یکی فکر بکنته اگه ما نندن در مورد مشکلات بلوچستان باشه به خاطر اشی این که وقتی مردم سرا بجنه ابدا اگه من دنبال این کارون گروه همه بهتر که من اصلا بلوم بلوچستانی مردم و هر چی کنم بکنن ته و درگم مبو بله من امیدوارم که مبرات اگر هش کنن ته که ما ننده این مسائلان رو پیش کشه به خاطر اشی این که ما بتونه یه راهی در بگیجیم به خاطر اشی این که بتونه پیشرفت بکنه نه اشی که بیایم بگوشیم که بلوچ بی فرهنگن یا اشی که بلوچ هیچ چیز نزانه یا اشی که تنها این مشکلات مختص بلوچستانه
ابدا جوش نه. ما هیچ بر دنبال این چیز نه، فقط همشی اون لوتید بو بشون. من منت وارنش می درستم. ببخشید در تکمیل حواران شما البته وقتش کامل ده هنجا قضیه شو که به هر چی بگوی از آنگو ملک فکر کنه که آگسانی که اروپا نشته نفسش از جا گرمی دارید نشته فقط بلوچستان کریزی سری که اینه چی بود انتقاد کنه اصلا هدف انتقاد کرده نه هدف به هیچ عنوان مذهب ستیزی نه چون که جامعه ما شما یک جامعه مذهبی یا و مذهب خط قرمز رو بپهکن کسی که بلوته وتی یکی در بکپه ادکشی یکی پادوت شلیک کردن به پادوتی هاشی جامعه بلوچستان یعنی هدف ما یکی که اسمش جز که بچه فقط بلوچستان مک تمام ایره مورد ظلم ستم نه مگه چرا منتها ستمی که بلوچستان هست و چند برابر جاهای دیگه مشکلاتی که جنین بلوچه هست چند برابر مشکلاتی که جنین تهرانی هست یا مرکز نشینی هست و چی ماش ما سنی بودنی هست و بعد فقر اقتصادی هست و بعد نبود امکاناتی هسته کمبود امکانات تحصیلی هست کمبود آب و آشامیدنی هست نبودن مدرسه هست سوختبران بلوچ ماشما هست که روزانه سوچین جوانان ماشماش از سرمایان ملی چی ماشمایی که باید پشت میز مدرسه منشتین درسش مادین بجای زنده تا آتش سوچین این چیزانی که با ما دردناکه وگرنه ما که دنشتیم بله نفسی از جای گرم داریه تونستی هنچوم ادامه بداتی اصلا فکری ما کرده و هدفم چیه که گویا آگاهی و شناخت ما و تمام اطلاعات و تمام دانش و همه چیز نشته مثلا شما هیچ چیز نزنید اصلا به هیچ عنوان نه صدای زنان بلوچستان شو که بشکنیم مشکلش چیه او دوستش دستش نرسه رسانه نتوانیم به حوالانش ازیدیم بتوانیم به جهانی پیش بدانیم که یک جایی هست بلوچستانی هست مورد ظلم و ستم و حق و حقوقش نیست اصلا به جامعه جهان نشان بده که ما هستیم وجودی هست ده قسمت زیره هستی که دستین نبی به هیچ عنوان بس بنابراین اگر چیزی بود اگر خبری بود اکثر ماشمایه ده سالها از کشور دور بوده ممکنه زبان بلوچی هم با روانی و شیوانی حکم مثل انگو هستو ولی خب بازم سعی کنی یک جوری توار جنینان ملک ببین توار مردمان ببین پس ادا قرار نه که مقابل همدیگه بوشتیم و همدیگه جنگ بکنیم بلوچ که بلوچ ادا هدف ما همشیه که با حق و حقوق برادگوهانان که تمام ملک هست و دفاع بکنیم بجنگیم بخاطر آیان نک گنایا پس امیدوارم ادا اگر خبر گفتین بو تعبیر اشتباه ما بود که مثلا فکر کنید شما اروپایی نشینی ها که آنگو هست جاهش وشا اینگوریان نادیده گیری یک کم شکنده اصلا به هیچ اونا همچی چیزی نیست ممنون وجه من یک کامنتی هست. واجه شبیه اگه اجازه ده دیگه سنگت که من گوشتم فعلا تی گپم بکنم و آخر تو تونو تی کامنت بده بانو کمیده بانو مرنوش شما را گپی هستین آخری من یا بران هنچ که دیگه گوهران هم اگه بلوتین که کاری انجام بدهیم بلوتین جامعه و سر بود جنین و مردین هم کوپک ببین تو هر کسی از توانایانی هستین که کنار همدیگرش بنادیم بتوانین یک کاری گو همدیگه انجام بدهیم ما پکن دلسوز مردم بتنه و لوتین که یک کاری بکنین اما بهتره که گو همدیگه یک کاری بکنین کسی دیگه دلی په بلوچ نسوچید همشیو که ما وقتی پیکی پاد دیما مناده تا جایی که توانین از توانایی همدیگه استفاده بکنین و بتوانین یک کاری بکنین په نوکین نسلی که بلوچ هستین تویشان که چوکان ماشما بلکه یک زندگی بهترش بود بلکه آیان بتوانید یک روچ مزه آزادی بچشین تو امیدوارم که روچ دور مبود و امیدوارم که ای چوکان و نسل نوکینی که هستین که آگاهیش بود که بتوانید ای تواناییش بود که جامعه و تا بهتر از چیزی که هست وشی بکنین تو سبز و آبادی بکنین
دیگه همشه تبر ما و امیدوارن که دیگه گشترشی ما بتانین گو هم دیگه همکاری بکنین بات گوهر براتان و کاران وشتی ما ببره. باز minnətdar Banuk Mernouş. من اون که گواران هانی جان و زیبا جان و حمیدی جان کاملا موافقم و همیشه همه تایید کنین. هان همه تلاش دقیقا همه چیزن و مذهب اصلا قاطی مسائل اجتماع و سیاست جامعه نکنن و کار ندارن و همان که واجب بشیر گوش من مخالف چند همسری و این مسائلون اما هم هستن، ولی قرار نه که به همدیگه پرن و ستیز کنن علیه عقاید همدیگه. ايش یک قوانین جتایی داری که ایشان باید کم کم به همدیگه آموزش دهن و مسائل تمام چیزا قاطی مکنن و گوید دشمن مبین. اما هدفش این رومان یک گروهانه که تشکیل دهن نندن گوید دیگه گپ کنن خبر کنن همدیگر عقاید دهن بشکنن و درست راهن به همدیگه آموزش دهن، اما یک جاهای رو ششما یاد گیرن. این نه که اما گوشن ششما بالاترن و اما زانو کن و این گوان نه، اما اون خیلی جاهان ششمه نظراتن ششمه کامنتن استفاده کنن و تغییراتی ایجاد کنن که گیتر بید، چون اما لطفا بوتی هم جنسن بوتی هم چند آموزش دهن و این باز مهمه که اما شما نظراتون اشکنن و باز شما منتوارن که بوتی خبرانه به خوبی شد و خواهشن این که به هم دیگه بی احترامی مکنن باز شرطرن، چون بلوچ کلتور تا چیز نبودن و انو که رومان تما این چیزا نگندین یکم پا من جای سواله بی که پچه کارن اما کنن، ولی واقعا باز نشمو چون منتوارن که کامن و ششما خواهشه که دارین همین که وقت گوشه دید اگه لوگا و تی گسا هستید و تی جنک و خانوم و گوار و ماسا و بلت ایشانو بشکنن و تی نظرانه دین اگه وقت خبرانه دین شما به جای آوان خبر گوشید، ولی من خوشحاله به این که آوان جند خبر دین که اما گشتر توانن همدیگه خبر دین و بلوچستان مردم گشتر کمک کنن. سپاس دیگه باز وقتم اگرین باز دیر بوده. باز minnətdar باز باش. البته قبل از اینکه من دل مدیراتور و تی آخری گپان خداحافظی هاشم بکنم واجه سی تو یک جنگه در احتمال مهمی گپی هستم بفرما. جینا علشان تو بلیت که دیوان برزرگان که هستن تو تی گپ کنن تو را آخر من و تی گپ کنن سلامت به. اوکی من لوٹت که واجه چون من یک واجه کامنتی شبیر بده. واجه شبیر من همین منا گوترم کامنتی هم بده یک وقت بود. چون واجه شبیر یک کامنتی هست البته مثلا وقت باز گوسته واجه شبیر اگر تو کمترش یک دقیقه بتونی کامنت بده منت باز وارم منت منت وارم وارم من وتی گوهر زیبا یک گپی زد من ایشم کم مخالفم. بچارین تا زمانی که ریشه ظلم ستم بن ظلم ستم کجا چی پیدا بیتی نگندیم و نتوانیم ایشیا بگندیم ما نتوانیم دیما برویم. ما لازم ایشیا جه را بگندیم و بخوش کهینی و الا اگر نگندیم ایشی جهری ظلم ستمی که بر جنینم بیگای کجا واپتا ای چه سیستمی هستی چه قوانینی اشیا تقویت کنگایی چه مذهب چه قوانین دولتی و چه مرد سالاری ما ایشیا نگندیم نخوشکاینیم و افکار توکایشی از بین نبریم نتوانیم موفق ببیم. بنابراین ای گپ منی ای گوهر ای گپ غلط بود تا منی نظر و منت وار لازم واجه ما شبیر بتوانیم اشکالاتی که چه مذهبات چه قوانین توکا چه مرسالی داری و افکار توکا است را نقد بکنیم و تا بتوانیم موفق ببینیم. منتوار اوکی مجه اوکی واجه شبیر باز ببخشید منت وار آقای محترم، من واجه فکر من نکنم من
چیز نه اشتباهی گفت. چرا منظور من نه یک نه بار گفت منظور مهنوشته زیبا یک جان. لحظه اجازه بده. من یک بار گفته که چرا مذهب اجازه چند همسری دن، چرا دن، ولی هدف مشینه که بیام گفت تماما ضد مذهب ببین. نه یک انتخاب شخصیه. من نتوانم بگم که بیای من ضد مذهب شمایم. من نتوانم همچی چیزی بگم در جامعه ای که مذهب شدیداً و عمیقاً ریشه دور داده. آگاهی لازم هست و این انتخاب زمانی توانستش که به آگاهی برسن تصمیم بگیرن که مذهب کجای وات بدارند. وگرنه من نه از در بگم که مذهب شما را اشکال است و من همچی کاری نکنم. چرا نقد هست همه چیز هست بله ستیز نه. در ضمن در حد آگاهی چرا؟ آگاه سازی چرا؟ که هر کسی تا حد آگاه بودی علامت سوال بنده که واقعا این کار ده درسته یا نه. دقیقا. جزاک الله بانو زیبا، جزاک الله. دقیقا واشه گپه. البته اگه اجازه بده تن چون واجه رسول تمام کمتر از 1 دقیقه و تی آخری که کامنت بده که بعد مدیریتور تی کامنت دهیم تیم و برای مشما دیوانه بنده. من فکر کنم آرش جان اول مدراتور آبار بکنه رنده که وعده بود موت کمنت دهیم اگه نه که مهم نه رند اما بعد کمنت ممکنه تیم ما به چون مدیریتور دی خداحافظی ما کنه و بیگوله ممکنه شهر منتوار میں بانکیم گوهران در رابطه با چی گوشن که ما یا برا نکردیم مخالفت با مذهب نکردیم ما هم مخالف مذهب نه بله یه چیزی که انسانش پشتا داشته ماش یا گنده رو پا دی پر بده ایشی جایز نه و ما متقاضی چه بخشی جنین هم آگاه هم یه چیزی که مارش پدا داشته مخصوص جنینش تو بزرگ و وار کتگه چند همسری کودک همسری کار خانگی تمام چیزا بیان بودن ایشان بگوشی شما گوشتگشان دلیلش اینه که شما مخالف مذهبی لعتی مردم بلکه پریشان به ناراحت به و وزدانم و تیگا وقت بلکه گوش انو مثلا یاد می واجه یا ندون امیرین که ما نورمال خبر کنه بس کمونیستی مطرح کو بیدینی مطرح کو فلانی مطرح کو خواهی گوش ما احترام له یه چیزا انچوک شبیه گوش واجه رحیم بندی من یه چیزا مخالفم 100% تو ما چیزا احترام له ما کسی که طرفدار چاد همسری ما احترام نه له چی ظلم ستم اوکی مرسالاری اشیا ما من 100% مخالفت کنم او واجه کار ناراض بی اوکی شر نه بی شر ایشی اوکی برخلاف واجه اصول رسول. انسانی کردن 21 که و مخش ما احترام بله حالا شی مولای بی شر وزیر کشور بی شر زنده جنینی وزیری بلکه بلوچستان تو کان چی وزیر است حکومت تو کان دفاع چاد همسری کنه ایران جنین درست من باز خبر نکنم یه البته چیزا ما احترام باز نه و باز نباید واش بله این واجه تابو رسول. باید پوشی واجه رسول البته مسائل مذهبی یک جو مسائل شخصی ہیں و اگر قوانین نشان چه حمایت در واقع به قوانین از حقوق زنان و کودک همسری و شان حمایت مکنته یا مذهبی هم نتونه این کارا بکنه چون قانون حکومتی جنینان پشتا بیته گرم مشکل مذهب در واقع نه قوانین مذهبیه که حکومت تو کایا واجه من آرش دیگه عزیز من مورد خطاب قرار گرفتم. واجه امیر اگر واجه وشی امیر مو نه اجازه تشه واجه امیر بلی نه یک اگر دفعه هر خطاب وردی هر خطاب شی کس بر مورد کشتی اگر خوب خطاب واجه قرار رسول بگیرید من بعدا عذرخواهی وقت کنم بدید جان پایلی چیست لوتا نمیده واجه امیر گوشی که من مورد خطاب قرار گرفتم چوش نه هر وردی یکی خطاب بگیری پدا باید جواب بدم می وعده تقریبا 1 ساعت و 10 دقیقه گوستک اگر ما شما وعده هنچوش بر بکنه هر کس و دیگه اپا بکنته ادا دیگه می وعد تمام بود تگو ما لوتن کم کم دیوانه ببندیم سلامت به من یلا دیگه هر کس هر گپی کند یکی خطاب کن پدا آی جواب بدن گل می وعد پر رو منتوار آرشن دیوانه دیم بر دقیقا من هم منتظر یک واجه فتنگل سعید وقت عزیز، بکنم واجه منتظر، امیر ولی من حق هست باز که شما دفاع واجه کنین. واجه امیر البته انی ماشا اگر دفاع مفای است تم اولا کو تگیتم انچو که واجه سعید هم گوش دیوانه باز تیم گوستا و مهمانم واقعا خسته اتوان 3 ساعت نشته 3 ساعت گیش دیوانه من چه مدیریتورا خواهش کنم واجه بلوچ واجه محمد کت خدایی واجه سعید اگر آخری گپی است نتونو تی گپا بکنه و ما شو دیوانه بنده منتوار سلامت به واجه محمد شما دیگه اپا بکنید من رنده برم دیگه مهربانی حاج سعید باز منتوار چه
برامش بانوکان که حتی دیوان بحر زد و تی فکر و خیال و در رابطه مسائل مختلف درشان کت و هنچوش که تی فعالیتانش هم بیان کو و حتما هم شما را پده هم دعوت کنه که حداقل واحد برسی گشتر در رابطه با مسائل بلوچستان، مسائل جنینان و مسائلی که جامعه تو که هستند گپ و تران ببیتن. دیمی هفته یعنی دیمی جمعه پدا ما گروه بشر بلوچستان دعوت کده، بلوچستان هیومن رایت گروپه که پدا بخشی هم مزنین چه بوده هم که شان کار کردن در رابطه با مسائل بشری جنینان تو بوده هم کار کردن تو آن دعوت کردن بیان گپ و ترام بکنن تو در رابطه مسائلی که هستند. و سلامت باشه. شما شب باز مهربانی چه پهر کن که دیوانش بردارده. سلامت به واجه محمد مهربانی شما. البته ادا یک گپی بود تگه چی که واجه امیر گوش که من وعده یک ببیتشین که ما ادا مناظره نیشته گوهم دیگه را که یک مناظره که نک ببی هنچو که دیوانی بونگپ برزا برمش سازمانی مدار مسئولان قرار بود بیان ادا و تی موضوعی که هستند سازمانی باره ادا گپتران کنک ببی همی باره بود تا حالا ادا اگر یک بحثی گفتمانی بود تا گو هر کسابتی حیال در شان کتا پدا قرار بیایی باره پدا دیگه گپ کنک بید تو پدا جواب تاک بی انچه که پیسر من گوش واحد گرک بید. من هم تشکر کنم باز مهربانی چه دراهیم من بانوکانی 30 که ثانیه دستبندی یکنه 30 انشپی ثانیه اگر اجازه واجه بده. امیر واجه اجازه امیر بده تو که من میکا اگر وقتی ببنده گپ من کنه نتوار بنا من چو 30 مشکلی نه. ثانیه واجهان 30 ثانیه. واجه امیر واجه امیر اجازه بده من میکروفون منی پچند ما خبرم من یلا ما شما یه چیزا رعایت بکنه باز شهر بید. سلامت به منتور. ادا من منتور تشکر کنم اینش پیش ما ادا برزورد و تی حیالو درشان کتن وشین دیوانیت وشین گپ بود ما بس اشیا دلگوش بکنین که بلوچستان میں پحکے گئیں دراہی بلوچانے گئیں و غیر بلوچی هم که بلوچستان تو کا زندگی کنگی آنگو نشتگن تو آیا هم بلوچستان تو کا حق هست هنچوش که هر کس هر جا زندگی کنگی آنگو تی عمری کو از این تک آنگو حقی هست. بلوچستان یک فکر و یک ایده فقط خاص نہیں بلوچستان پهکانگی بلوچستان تو که هر کسا اجازه هست زندگی بکن گو هر تفکری گو هر فکری گو هر عقیده ما شما فقط یه فکر را مکنین که اگر من یه دابا فکر کنگو گورا یه دیگه را حق نیست که دیگه دابا فکر بکن یا وقتی حیال بگشی یا نقد بکن یا یک گپی بکن نقد کنگا هیچ ایرادی نیست هر کس هر تفکری هر ایده هر فکری توان نقد بکن بدون هیچ مشکلی ما شما تقدس گرایی مکنه که اگر منا به یک چیز فکر و عقیده باور هست آی باره اگر هیچ کسا اجازه نیست نقد بکن چرا مردم نتوند یک فرد یا آی شخصی چیزی نقد بکن آی چهره آی رنگ آی پوست بله آی فکرها توند راحت بدون هیچ مشکل نقد بکن بدون که توهین ببی اشیا ما شما بد مزانه اگر یکی در مورد یک ایدئولوژی یت نقد کنته خب اشی هیچ مشکلی نیست شاید از نظر آیا ایدئولوژی مشکل هست ولی کسی که ایدئولوژی قبوله خب از نظر آیا هیچ مشکلی نه آیا هم تونت وتی ایدئولوژی و تی فکر قبول بکن یکی دیگر تونت آیا نقد بکن ما اگر دا یکی نظر آگوشید و تی خبر آگوشید حتی اگر بیتن در مورد یک دین یا یک فکری یکی چه کمونیست نقد کن یکی چه دیگه چیزی نقد کن هیچ کس چه آیه بد موارد و آیه توهین خطاب مکند که بگوشید ایشی توهینی بوده که به یک شخصی اگر نقد کنک بوده اگر یکی یک خبری کند در مورد یک شخصیتی که شخصیت
پدا دنبال رو یا یک چیزی که در مورد فکر و عقیده که هستی، در مورد یک ایدولوژی هستی، آیا هم اگر نقد کن، آیا بر اساس فکر و عقیده و ایدولوژی نقدی کن، نه به فرد. اگر یکی به مولوی عبدالحمید اگر نقدی وارد کن، شاید در مورد آی گپا نقدی کن. شخصی که شخص مذهبی و تا را یک رهبر مذهبی زاند، خب یکی شاید به آی تفکرات و به آی گپ و آی خبر نقدی هست. شی توهینی نیست به آی، ایشی در مورد ایشی نه که به آیا اگر یکی گپی کنه به آی توهینی کنه. ماشون توهین مزانید. در تمام دنیا به تمام رهبران، چه سیاسی ببن، چه مذهبی ببن، یا دنبال روی هر نوع فکر و عقیده ببن، قابل نقده. هر کس تو نقد بکن، اما با احترام. توهین به شخص نباید بگی. ما شما بلوچستان تو کام هستیم، می بلوچستان میگیم. ما اگر قرار بی بلوچستانی ضعفان، بلوچستانی مشکلان، بلوچستانی درستین چیزا میایم مگوشیم و ایشان همیشه بلوچ چیر بدن یا بگوشین نیستن آیا این کار ببین، گروه بلوچستان شهر نبید. می توصیف و ستا و تعریف و بل دگر کنن. ما شما بلوچان و تی مشکلان ود شتر زانه. اگر یک جنینی یه در مورد مشکلات جنین خبر کندن و چیه کن، آی ود برو آچیزا زان. اگر در مورد چند همسری خبر کن، اگر در مورد کودک همسری خبر کن، آی حتما یه چیزی دیگه، حتما یک نفری و هستین تو وعده که یک رندی، یک جایی، یک مشکلی هستین، آی به عنوان مشکل زانک بی. حالا ما نوشن 100% بلوچستان تفکر مرد سالارانش هستین یا 100% بلوچستان قبول به چند همسریش هستین، نه. حتی اگر یک نفر هم بی، آی یک مشکلی، پس آی یک نفری که در مورد آی به عنوان یک مشکلی زاند، اجازه هستین آی باره گپ بکند، آیا نقد بکند و یه چیزا بگوشید. و اگر یکی یه چیزا گوشید، دلیل برشی نه که بلوچی بلوچ و بلوچستان از جهل بجن. یه چیزا ما شما مکنیم و اگر قرار این گپ کنک ببی هم با احترام به هم دیگر کنک ببی. ما شما ادا همچوش که پیسر گپ کنک بود که همدیگه نلوتن جدل بکنه یا بحث بکنه. ما یک دیالوگی کنیم که بر اساس دیالوگ بتونه و تی راه ها شتر بکنن و همدیگه را بتونه بلوچستان په یک جا و راهی که مپهکانی واهگی آنگو برسیم. سلامت بی پیل کنی منی ابر درازکش بودن چه اول دیوان تهن من گپ نکوتگد من گوشت همی چون تنگالا ادا گوشم منتوار پدا هم مهربانی چه دراهی برمشی بانقان که این شپیه دابتی واجه من یک وحدش 30 داد ثانیه وقتی اول منتوار این واجه منتوار واجه سعیدی عقد که توی گپا میکنه تو به عنوان مدیراتوری تو باید گشته تر وقت برسته. بله وقت به اندازه کافی من نظر درست سنگتن راسته. درسته کسانی که دیوان بار زورتا کسانی که لورته گپ بکنه و تی گپ کته واجه بلوچ به عنوان مدیراتور اگر تر آخری گپ پس بگوش برا منم تی خدافزی کنه و دیوان بنده منتوار. جی منت و درود در عباس سنگتان پدا چه کنه که مروچ که دیوانش به هر زور تشکر کنم و پدا هنچه کواج کار خدایی گوه دیمه هفته که دیوانه پدا سنگتان پاکن دستمندی کنم و تیه دیگه برات سنگتان هم بگوشن که به هر بزرگن چه دیوان و چنان گپا استفاده بکن منت و رارجان من باز کاسه گپی نید منتوار واجه بلوچ من چه درست و سنگتن که جمیرا دیوان وردی بار بدهی زورتا هم که گپ چشم بکنید منت. چشم من چه درست سنگتن که دیوان بار زورتگا باز منتوارم و ایشون که چه برامشه بانو کام که دیوان اتکم تی گپ گوشتان و تی نظر و تی خواسته مطرح کتن باز منتوارم و واجه امیر تو نه چون تو من حالا اتوار گوشگان بله درو چشم گوشگان مورد خطاب قرار گرفته تو نه چند ثانیه در واقع کمتر از یک دقیقه و تی من گپ اتوار آخریه بکنه گر من دیوانه اتوار بنده منتوار. من اتوار اول از اینکه شما مدیریت درست و به جای جناب علی و دیگه سنگتان و به خاطر تذکری که واجه سعید عزیز نبراسه به بنده داتون مایک پاچد ملیاتون مایک تو که خواهی کنه و دیگه بانو کن که مدیراتوران مدیریتش که به هر حال خسته نباشید باشین. یک سوالی من اولا که شوتی گواران شوتی بانو کن دارین که ای واجه گشتی که
جنین زاگن بلوچانا گوش ماشین جوجه کشی پچه سکوتش کو آبارش نداد. یک سوال دومی مسئله ایشی مسائل شخصی ها ما یاد دا بیان مکنه تا مشکل شخصی داره تنفر شخصی داره ما مطرح مکن مسائل شخصی تا شب است که شناسیت را خوشنه به ما به کسی ربطی نداری بلکه شاید اسلام تر بده بازم به کسی ربطی نداری تی عقیده ای ولی قرار نه که بیای دیکته کنه دنا بعض یاوانشان که نزن شیخ الاسلام پس چهار جندان مسئله شخصی به کسی ارتباطی نداری هر کسی زندگی به اجنده ربط داری من نتوار منت واجه امیر دقیقا زن مسائل شخصی هر کسی وتی مسائل شخصی تا زمانی که میان قوانین حکومتی تو که قرار میگیرن و دیگران محدود و مجبور میکنن ته هر کس وتی وات زانته مهم میشه که الا اسلام هر چی گوشیده هر کس وتی دل تو که زانته یا وات تو نی اجرای بکنته بله شک قوانین حکومتی تو که اجازه نیست که قوانین اسلامی بیاین ته چون مجبور کنه مردم به یک چیزایی منتو هرچی درسته سنگتا و بانوکان واجهیان و دیگه مردم ها که دیوان بار زورت باز منتوار امیدی که وشه شب شما را پوباته منیلا بانو خانی میکروفون جنگه او دیوان هم برمش بانو برا خانگه اگر آیا وقت بانوکانی هستیم پا گپ کنگا ما شما بیلینگ پی وقت گپ کنم سلامت بی اگر تیم هستیم و تو تا صبح هم گپ بکنه بانوکانی بفرما تشکر کنون چه شما باز معذرت لوتون منزانون که لوتن دیوانه بنده اه، من حقیقتا تنها یک گپی هستد اشی این که بچارت مشما را آزادی عقیده و اندیشه باید ببیته این یک چیزی این که جمهوری اسلامی این اجازه را مردمان را نداته ولی موقعی که مشما ادا نشتگه دن چه ملکا یا کسایی که تا حتی ملک توی که اگر تریبیونی آیانا گیریته اگر جایی تو نموتی عقاید بگوشن تو چه ای آزادی عقیده و اندیشه که در اصل هر انسان یه حقند چهشی استفاده ببرن منی خیالا باز خوب این که ماشما بهشی احترام بله که اگر یک انسانیت با وجودشی که بر علیه منی واهگانه یا منی تفکره یا منی ایدئولوژی ولی شخصا حق هستن که وتی عقیده و وتی آزاده اندیشه استفاده بکنته و ماشما بهشی باید احترام بله ماشما تونه اگر اشتباهین چه و دفاع بکنه ماشما تونیم بگوشین که چون نه ولی ماشما نتونیم بیاین چه یکیا ناراحت ببین که تو پچی یه گپا کنه یا پلانیا پچی دیوانو تو که گپا کن شخصا حق هسته که یه گپا بکنته پچی که عقیده ای هسته اشیا باید بمنه ماشما پدا من لوتون باز تشکر بکنون چه رومه درو نندوکان که بهرش زورت و گماگون بودن درسته ساعتان و مخصوصا چه واجهانی که انشپی مدریتورتن تو ای روم و ای جلسهش ترتیب داده منم درستانا وحدی لوتن و امید آرزوین که درو سلامت و صوبین ببید تشکر باز منتوار امیدی که یک روز بلوچستان آرش گوام جان من یک کامنت که هستن 10 ثانیه اگه من وقت بده نی خیر من دل روم آزاد کنه بهتره بفرما واجه رضا 10 ثانیه وجه بعضی هستن میسنگتان به خاطر سرگرمی نقد کنه یعنی نقاد من امیدم که اگر نقد کنه نقد منصفانه ببیتن که اصلاح پذیر ببیتن خصوصا در رابطه بانوکان که خیلی عالیه ما را خواهش هسته یه بانوکان را به حساب نقد تخریبی مکنه به خاطر مسائل سرگرمی و حاشیه‌ای روان دیگه باندروتی صفحه شخصیشان را تخریب مکنه بس همچی وجه منتوار منتوار واجه رضا شما در واقع اما چیزی که گوش شما در واقع چی بشن تی اختاری و شانشتاری و شانس چی بشن تی باز منتوار شما شپوار شما ایده که یک روچ بلوچستان در واقع کاملا برابر ببی که جنین و مردین و دنیا در واقع شو شپواش درستن سنگتان باز منتوار دراباتیش من پاکن شاپاش من دیوانا دیگه چند دا بند کنم منتوار